بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. میریم سراغ کلیپ های این برنامه و اولین کلیپی که پخش خواهیم کرد در مورد منع اهل بیت از بنای قبور هست. کلیپ شماره 943. این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید. امامان اهل بیت و ساخت بنا و ضریح بر روی قبر. کتاب الاستبصار از شیخ طوسی جلد 1 صفحه 120 باب النهی عن تجسیس القبر و تطیینه. صفحه 120 روایت 769. علی ابن جعفر میگوید از موسی بن جعفر علیه السلام در مورد ساخت بنا بر سر قبرها و نشستن بر روی آنها پرسیدم که آیا این امر درست و جایز است؟ فرمود خیر. ساخت بنا و ضریح بر روی قبر و نشستن بر روی آن و همچنین گچکاری و گلکاری قبر جایز نیست. صفحه 256 روایت 1873. ابو عبدالله علیه السلام از پدرش روایت می کند که فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اینکه بر قبری نماز خوانده شود و یا بر آن نشسته شود و یا بر آن بنا و ضریح ساخته شود نهی فرموده است. و اما کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 1 صفحه 239 کتاب الطهاره روایت 1499 از امیر مؤمنان علی رضی الله عنه روایت شده است که فرمود هر کس قبری را بازسازی کند و یا مجسمه‌ای بسازد از اسلام خارج شده است. صفحه 240 روایت 1501. امام صادق علیه السلام فرمود قبر را از گل غیر خودش گلکاری نکنید. روایت 1502. از ابو عبدالله علیه السلام روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرمود از این که بر قبر خاکی ریخته شود که از خود آن قبر بیرون نیامده باشد. کتاب من لا یحضره الفقیه از شیخ صدوق جلد 1 صفحه 61 کتاب الطهاره روایت 531. سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام درباره زیارت قبور و ساخت مسجد در میان آنها سوال کرد. آن حضرت فرمود زیارت قبرها اشکالی ندارد، اما مسجد در بین آنها ساخته نمی شود. روایت 532. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قبرم را قبله قرار ندهید و مسجد نکنید، زیرا الله تعالی یهود را به خاطر آنکه قبرهای پیامبران خود را مسجد قرار دادند لعنت نمود. کتاب وسائل شیعه از حر عاملی جلد 1 صفحه 629 کتاب الطهاره روایت 2. از امام صادق روایت شده است که امیرالمؤمنین فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا به مدینه فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی صاف و هموارش کن و هر سگی را دیدی بکش. آنچه بیان گشت نمونه ای از دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم و امامان بزرگوار اهل بیت درباره منع ساخت بنا و ضریح بر روی قبر است که خود راویان شیعه آن را ذکر کردند. اما ببینیم که آیا مدعیان دروغین محبت اهل بیت به دستورات آن بزرگواران پایبند هستند؟ و اما قبرهای اهل سنت.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز گرامی. این کلیپ خیلی کلیپ جالبی است که اینایی که ادعای محبت اهل بیت میکنن و این همه خرج میکنن به زیارت های اینها میرن و خلاصه حتی برتر از عباداتی که الله سبحانه و تعالی برای ما تعیین کرده میدونن این زیارت ها رو. دیدیم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در کتاب های خود اینها در مورد این زیارت ها و در مورد این گنبد و بارگاه ها چه نظری دارن. اما ما یک مطلبی که در مرتبط میشه تقریبا با مطالبی که در 2 قسمت اخیر برنامه آن روی سکه خدمت شما عزیزان بیان کردیم و قضیه اونم قضیه تحریف قرآن بود که اینها قائل به تحریف قرآن هستند و اعتقادی به این قرآنی که ما مسلمان ها در دست داریم ندارند. اگر تظاهر میکنن به ایمان به این قرآن و میخونن تلاوت میکنن، اینا همش برای مصلحت و برای فریب دادن مسلمان هاست تا موقعی که امام زمانشون بیاد و قرآن اصلی رو بیارن. به همین دلیل در حوزه های علمی اینها، در مدارس دینی اینها، قرآن آخرین کتابی است که در موردش فکر میکنن یا اصلا بهش فکرم نمیکنن و نیازی هم نیست که این قرآن جزء برنامه های اینها باشه. و چسبیدن به روایات هم روایاتی که دشمنان دین و شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی به نام دین به خورد اینها دادن. اعتراف در مورد همین موضوع را از زبان یکی از علمای اینها، آیت الله سید کمال حیدری، در این کلیپ با هم می‌بینیم. الان این کلیپ رو شما توجه بکنید. ما وقتی در تو منابع فقه صحبت می‌کنیم، یک شاخصمون روایته، یک شاخصمون قرآن، یک شاخصمون قرآن کمتر. الان تو حوزه های علمیه ما شاخص قرآن بیشتر از 2% تا 5% تا 5% نیست. شاخص اصلی چیزای دیگریه. به شما میخوام بیان کنم. شاخص اصلی اولا روایات، شاخص دوم این شاخص دوم که قوی تر از شاخص اولم هست، خطای قرمزیه که در مرور زمان 1 قرن و 2 قرن و 10 قرن به وجود آمده که ازش تعبیر میکنن خطای قرمز، یعنی به تعبیر اصطلاحی و حوزه‌های علمی میگن ضرورت‌های دین، ضرورت‌های مکتب، مسلمات. اصلا اجماع علما این بوده، اینها طوری این چارچوب‌ها درست شده که اونی خارج بشه برای اینا زود از مکتب خارجش میکنن. اینم مطلب دوم که رکن سومش آقا مجموعه مسائل اجتماعی. و حالا من یه مثال کوچک برای مسائل اجتماعی براتون. شما الان نگاه کنید در شعائر آقا امام حسین، میبینید آقا الان لااقل در عراق، حالا اینجا می مقدار کم بیش هست، اگر در عراق نگاه کنید میبینید آقا قمه میزنن، نمیدونم گلها رو به سر الان اخیراً آقا میخوابن رو زمین، آقا میگن اسب رو اینها بتازه، نمیدونم فلان. میگید آقا اینا کجاست؟ آقا میگه اینا برای آقا امام حسینه. اینو آقا نه دین گفته، نه روایت گفته، نه علما هم گفته، اونا که جرأت نمیکنه کسی ازشون چی مخالفت کنه. مسائل اجتماعی شده آقا، مسائل شعائر امام به اسم آقا امام حسین شده آقا، کسی هم نمیشه مخالفت کنه. بله، این نمونه‌ای بود از اعتراف یکی از علمای اینها، یکی میشه گفت که یکی از مراجع اینها که واقعا حقیقت رو داره بیان میکنه که قرآن و حتی روایت هم در بعضی از موارد برای اینها مهم نیست. آنچه که برایشون مهم هست چی است؟ همین که باید مسلمات مذهب و نمیدونم چیزی که باش بتونن مردم رو فریب بدن، چیزی که باش بتونن سر مردم کلا بگذارن، این شده جز دین، جز مذهب. کلیپ دیگری هم داریم از همین آقا که من انشاءالله خدمت شما عزیزان این کلیپ رو نشون خواهم داد در تایید همین صحبت ها. این رو با هم ببینیم.
خب برای من پرسش این هست که اگر قائل به این باشیم که به هر دلیل قرآنی که در اختیار ما هست امروز از اعتبار ساقطه، اون وقت چگونه میتوانیم فکر بکنیم که اون روایات حالا این میزان دقت رو داره که میتونه قرآن رو تکمیل کنه؟ الجواب نه قرآن رو تکمیل کنه، خود دین روایات بر این مبنا دین رو، چون اینا اعتقاد دارن که این روایاتی که در بعضی کتاب‌های حدیثی ما آمده مثل کتب اربعه، یعنی کتاب شیخ صدوق، 2 کتاب شیخ طوسی، 1 کتاب شیخ کلینی، میگن این کتاب‌ها طوری تنظیم شده و دقت رو شده که ما به اینها میتوانیم اعتماد کنیم و دین را انها بگیریم. بله، اینم اعتراف دیگری از این آقا. و در مورد، اگر شما فراموش کرده باشید، یک بار دیگر کلیپ دیگرش که در مورد اینکه روایت اصل است در دین شیعه نه قرآن، این رو هم با هم ببینیم. یک سوالی که حالا قبل از این که وارد بحث جزئی بشه ذهن منو گاهی موقع درگیر میکنه، این هست که مگر جزو منابع فقهی ما یا منابع دینی ما نمیگوییم که روایات هست، قرآن هست، عقل هم هست؟ بله. از بیرون که ما نگاه میکنیم فکر میکنیم که شما فقط روی روایات تمرکز میکنید و کلاس های قرآنتون در حوزه، هم در حوزه نجف و در حوزه قم، دروس جنبیه. اشتباه میکنیم ما؟ نه، خیلی هم درست میگید. برای این که در حوزه های علمیه ما 2 روش اصلی هست. روش اول روش اخباری میگن، روش دوم روش اصولی میگن. روش اخباری اینها معتقدن، اینم از قرن 3 و 4 هجری بوده تا الان، یعنی قبل از 10 قرن، از زمان شیخ صدوق و شیخ کلینی و دیگران که در قرن 4 5 3 و 4 بودن، اونها معتقدن یا اینکه قرآنی که دست ما رسیده ناقص است، پس نمیشه بهش اعتماد کرد، یا اگرم کامل باشه اون رو ما نمیتوانیم بفهمیم جز راه روایاتی که از اهل بیت وارده. لذا عموما حجیت تو حوزه های علمیه ما روایت اصل، نه قرآن است. بله، این از این. و اینم کلیپی که واقعا کمر اینها رو شکست، اعتراف این آیت الله خودشون هست. این رو با هم ببینیم. عرضم این هست که شما فرمودید ممکنه که قرآن ناقص باشه، یعنی بحث تحریف قرآن بله هست؟ بله، یعنی بزرگانی مثل امثال علامه مجلسی، صاحب بهار، صاحب مرآت العقول، ادعاشون اینه که قرآنی که دست ما هست، اگر ما میخوایم خوب حساب بکنیم، این قرآن 3 جلد بوده، الان فرض کنید 6000 آیه داره، قرآن اصلی 17000 آیه داشته. اگر این 6000 باشه پس 2 جلد دیگهش هست. ایشون تصریحاً در مرآت العقولش و جاهای دیگهش تصریح میکنه این قرآنی که دست ما هست 1 جلد از اون 3 جلدیه که 3 جلد 2 جلد باقیشو امام زمان وقتی میاد اون رو با خودش میاره. پس ما راهی نداریم جز چی؟ جز روایت. بله، اینم حرف ایشون در مورد قرآن و روایت. و همونطوری که گفتیم در دین اینها روایت اصل است و آنچه که در روایات بیان شده به اون عمل میکنن و آنچه که قرآن کریم و آیات الهی بهش تصریح داره، اینها جزء مواردی است که اصلا اهتمام ندارن بهش. واقعیتش این است. بر صورت این نمونه ای بود از صحبت هایی که اینها دارن در مورد قرآن و روایات، به خاطر همین آیات روایاتی که در باب شرک و کفر و خواستن غیر الله و این مسائل هست، همه اینها رو یک جوری تعبیل میکنن و همینطوری از کنارش میگذرن و عصر رو قرار دادن بر همون روایاتی که عبدالله ابن سبع یهودی و شاگردانش تا امروز دارن در دین شیعه این روایات رو ترویج میدن به خاطر ضربه زدن به اسلام. از همین لحظه به بعد شماره تلفن های برنامه زیرنویس میشه و
شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح شد صحبت بکنید. احمد جان بله شماره رو زیرنویس کردن و همچنین دوستان عزیزی که از طریق صفحه فیسبوک با ما همراه هستند میتونن پخش زنده ما رو ببینن و انشاءالله در رابطه با سوالات و کامنت هایی که عزیزان در این صفحات میگذارن انشاءالله در لابلای برنامه صحبت خواهیم کرد. یکی از بینندگان ما آقای محسن سفاران برای ما ایمیلی فرستادن، نوشتن که آقای انصاری سلام، شما در برنامه‌تون به طور پیوسته از امام مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای با امید مستضعفین جهان بدترین و رکیک‌ترین حرفا را نثارشان می‌کنید که قلب هر مسلمان آزاده‌ای را به درد می‌آورد و تمام مشکلات ملت ایران را به گردن امام خامنه‌ای می‌اندازید. اولا امام و ولی امر مسلمین جهان درباره مشکلات ایران کاملا بی تقصیر هستند و حتی مظلوم واقع شدن. این مشکلات به وجود آمده بر مردم ایران همش تقصیر استکبار جهانی جهانخوار آمریکا و اسرائیل و نوکران جیره‌خوار آنها می باشد. ثانیاً همه این دردها و رنج‌ها فتنه‌های آخر زمان می باشد که ناشی از عدم ظهور امام عصر بقیت الله الاعظم و ارواحنا له فدا می باشد و مسلمین جان باید به این مصائب و مشکلات صبر ایوب بنمایند و برای فرج آخرین ذخیره الهی دعا و التماس بنمایند تا امام زمان بیاید و مشکلات را حل کند و اصلاً و ابدا تقصیر امام مسلمین آقای خامنه‌ای نمی باشد. اگر شما وهابی‌ها فقط یک بار خمس مکاسبتان را به مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی میفرستادید شاید در صراط المستقیم گام میگذاشتید و به مقدسات تشیع بی احترامی نمی کردید. خدا عقلتان دهد و سلام و علی من اتبع الهدی. محسن سفاران. فقط بخندید بینندگان عزیز به عقل اینها. اولین بیننده از طریق تلفن. سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوب است؟ الحمدلله. سلامت باشید، بفرمایید. آقای انصاری بزرگوار، خواستم فقط از شما تشکر کنم. عبدالحفیظ هستم که هفته گذشته زنگ زدم خدمت شما. راجع به موسیقی کمی توضیحات به ما دادید. خیلی خیلی ممنون از شما. سلامت باشید. ان شاء الله خدا شما را سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. فقط یه خواهش داشتم آقای انصاری بزرگوار، اگر میشه در بعضی از برنامه‌هاتون راجع به این موضوع کمی صحبت بکنم. حتما انشالله. من انشالله در برنامه سعی میکنم بعضی از تناقضات و شرکیات و کفریات این منافق خبیث رو انشالله در برنامه سلامت باشید. انشالله زنده باشید. خداوند شما را حفظ بکنه. خداوند شما را آرزوی عزت دنیا و آخرت بده. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر میکنیم از این بیننده عزیزمون. در مورد روایات شیعه من گاهی اوقات میگم که این ساخته و پرداخته دشمنان دین هست. یک وثیقه ما اینجا داریم، قبلا هم نشون دادم، در حالا مرتبط با این کلیپ هایی است که پخش کردیم. دوستان عزیز اگر که این صفحه رو نشون بدن، در کتاب رجال کشی در بخش جابر ابن یزید جوفی در صفحه 169 شخص شماره 75 در این مورد روایتی رو اینجا آوردن که از زراره قال سألت ابا عبدالله، از ابا عبدالله امام جعفر صادق پرسیدم عن احادیث جابر، در مورد احادیث جابر، فقال ما رأیته عند ابی قط الا مرة واحده، من این رو جابر رو ندیدم در نزد پدرم مگر یک مرتبه، و ما دخل علی قط، و هرگز بر من یعنی بر جعفر صادق وارد نشده. تصور کنید جابر جوفی، جابر ابن یزید جوفی یک بار پیش امام باقر رفته و امام جعفر صادق رو اصلا ندیده، اصلا ندیده. حالا میایم اینجا در کتاب وسایل شیعه، یکی دیگر از کتاب‌های معتبر شیعه، در احوال رجال صفحه 329 در مورد جابر ابن یزید جوفی
در مورد ایشون میگه که ایشون روایت کرده 70,000 حدیث عن الباقر علیه السلام. از امام باقر چقدر روایت کرده؟ 70,000 حدیث. و همچنین میگه که کلن تعداد روایات ایشون 140,000 حدیث است، یعنی 140,000 حدیث جابر جوفی روایت کرده که تنها از امام باقر 70,000 حدیث بوده. حالا دوستان توجه بکنن که این جابر جوفی که فقط یک مرتبه پیش امام جعفر صادق وارد شده و اصلاً پیش پدرش یک مرتبه پیش امام باقر وارد شده و پیش امام جعفر صادق اصلا وارد نشده، تنها از امام باقر که یک مرتبه پیشش وارد شده، حالا یک مرتبه این 1 روز باشه، 2 روز باشه، بگی 1 ماه باشه، 1 سال طول کشیده این یک دیدار ایشون، فقط 70,000 حدیث روایت کرده. اینا همین روایاتی است که اساس و پایه مذهب تشیع بر اونا بنا شده و همه این خرافات و خزعبلاتی که به خورد مردم میدن از همین راویان دروغگو است. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم تو برنامه صحبت کنم. بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من از شیراز. از شیراز، بفرمایید. اسمتون؟ بنده مجید هستم، عبدالمجید. آقای عبدالمجید بفرمایید. در مورد موضوعات برنامه اگر صحبت کنید آقای عبدالمجید. عرض حضور شما آقای انصاری، حقیقتا دیگه ما خسته شدیم از این وضعیت. دیگه کار به استخوان رسیده. امروز هم به نظر من یک دوباره آقای ترامپ دیشب با این حرفی که زد، آقا مجید ترامپو بذارید کنار. الان مشکل شما مشکل ملت ایران، مشکل تشیع ترامپ نیست. مشکل شما جابر جوفی است، مشکل شما هشام ابن سالم است، مشکل شما زراره است، مشکل شما ابو بصیر است. کسایی که نه ما کار داریم به اینا، ما به اینا کار داریم. خب همینا سبب شدن که شما وضعیتتون به اینجا بکشه. همینا سبب شدن. همینا اگر نمی بودن شما اینقدر بدبخت و بیچاره نمی شدید. آقا مجید الان گرسنه‌ام. آقا مجید گرسنه اید؟ من از همینجا از مسئولین اطلاعات در ایران خواهش می کنم که به شما 1 عدد کیک و 1 عدد ساندویچ خدمتتون بفرستن، انشالله گشنگی شما برطرف بشه. صحبت دیگری اگر دارید در رابطه با موضوعات برنامه آقا مجید میشنیم. آقای انصاری تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام استاد. بله بفرمایید. استاد ببخشید من خواستم شما به عنوان رسانه میشه خودتون رو معرفی بکنید؟ احمد هستم از تهران. آقای احمد. آقا احمد در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنید لطفاً بیننده گرامی. ببخشید من درباره این فساد توی ایران خواستم در صحبت بکنم. بله؟ فساد این آقا که باعث شده که به ما هم از نظر مالی فشار بیاد، هم از نظر اقتصادی. همینه احمد جان. ببینید اصلا موضوع، من چرا میگم در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنیم، شما گرفتار یک موجوداتی شدید که اینها به خدا اعتقاد ندارند، به قرآن اعتقاد ندارند، به پیغمبر اعتقاد ندارند، به اهل بیت اعتقاد ندارند. تنها چیزی که اینا بهش اعتقاد دارن پر کردن شکماشون است، حالا از هر طریقی که بشه. بله به نظر من باید مردم باید بریزن تو خیابونا. واقعا این نظام باید از بین بره. این نظام باید از بین بره و مردم راحت بشن، یه نفس راحت بکشن. نظام آخوندی بی خود و به درد نخوریه که همه رو بدبخت کرده. همه مردم. تشکر از شما احمد جان. همه رو بدبخت کرده. تشکر از شما. حتما این نظام از بین بره، انشالله که به زودی زود از بین بره. ما از دست این
نظام فساد نظام جور راحت بشه انشالله. انشالله. تشکر از شما برادر عزیز. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. استاد بزرگوار خسته نباشید قربان. سلامت باشید. مزام همیشگی من خلاصه هر مرتبه تلفن میکنم بهتون، میخوام حالتون رو بپرسم، هم عرض ادبی کرده باشم خدمت شما و همچنین احمد آقای عزیز. سلامت باشید. و حالا مزامت اینه که فقط من باید هر هفته یادآوری بکنم 2 نفر که میان باید با اسکان بیان، یکی آقای عمو حیدری و یکی عمو آقای رضای از اصفهان. این 2 نفر باید فکرشون بکنی آقای انصاری بزرگوار. انشالله حتما. و خیلی ازتون ممنونم. خدا حفظتون کنه، خدا در سنگر کردید، پیروز و موفقتون گردونه. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. السلام و رحمت الله و برکاته. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقا. سلام و رحمت الله. من می‌خواستم صحبت کنم، میتونم؟ میشه خودتون رو معرفی کنید؟ بله، ساسان هستم. آقای ساسان. آقای ساسان، بفرمایید آقا ساسان. در مورد موضوع برنامه صحبت کنید لطفاً. عذر میخوام، میشه موضوع رو بگید من الان بسیار بیرون. اعتقاد به تحریف قرآن در نزد علمای شیعه. قطع کردید شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید من یک نظر داشتم، اگر اجازه بدین همین نظر خود به شما. بفرمایید. بفرمایید. ما شما در زمان قرار دارید که دموکراسی به اوجش رسید، یعنی از حضرت ناظم فراتر رفته. درست. در این وقت در یک زمان ما باید اجازه بدیم برای شیعه ها که به هر مطلب سیاسی که دارن، چون ابتدا و بعد و تهداب مذهبشان سیاسی بوده نه دینی، آلیت با ما ارتباط کار خود ادامه بدن. ما کوشش ما سعی ما داری باشه که برشان وانمود کنیم شما از پیکر اسلام کشین خود مثل میکروب داخل پیکر اسلام جان نگیرین، مثل یک پرازیت واره. درست. این هم یاد ما بود که نمیر خاطر نشان بسازیم. تشکر برادر عزیز. تشکر. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. من سعید هستم از تهران. آقای سعید بفرمایید برادر عزیز. عرض به خدمت شما در مورد این موضوعی که انتخاب کردید میخواستم بگم با کمال تأسف حرف شما درسته. متاسفانه شیعه همونطور که آقای حیدری میگه تمام اعتقادات خودش رو از روایات میگیره. درست. به خاطر همینه که ما ببینیم در اعتقادات شیعه هیچ کدومش ریشه قرآنی نداره. مثلا ما در شیعه خمس داریم، امامت داریم، دیگه داریم، اینا همش تمام اینا از نظر کلامی در قرآن میتونن کلامی خمس اومده، ولی این خمسی که در قرآن اومده نه اونیه که به ما یاد دادن. آدم کسی بره تاریخ رو بخونه، روایت صحیح رو بخونه، میبینه که اصلا سیره حضرت علی هم این چیزی نبوده، نه دیگه بوده، نه خمس بوده، نه امامت الهی بوده. اینه که من خیلی دوست دارم به برادرای عزیز شیعی خودم اینجا رو برم تحقیق کنم، یه طرفه نگاه نکنن آخوند چی میگه، تحقیق کنن، کتاب بخونن، چون دین یه چیزی نیستش که به بازی بگیریم بگیم یکی میگه من قبول میکنم. نه، منم دین برای خودم خیلی مهمه، تحقیق میکنم میبینم واقعا اینا هیچکم نبوده. درست. آقای انصاری خیلی ممنون. تشکر سعید جان، الله متعالفتون کنه. زنده باشید. تماس بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام. با استاد صحبت بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من امیر هستم از ایران. آقای امیر بفرمایید. آقای امیر خسته نباشید استاد، خودتون درست باشید. سلامت باشید. صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. یک جلگی من از شما داشتم. بفرمایید. مشکل اینه که شما دفاع میکنید از اهل سنت از قبول. من خودم
حدوداً 67 سالمه، ماشاءالله. یعنی سن کمی ندارم، نزدیک به صداتون نمیاد. مباحث شدم. ولی یه مسئله‌ای که هست اینه که رو چه حسابی شما از ائمه دفاع میکنید؟ ائمه اصلا چند نفرن؟ ائمه واقعی کیان؟ وقتی من یک بار با شما صحبت کردم، یک بار سوالمو نصف کاره گذاشتید و قطع کردید. البته اشکالی نداره ها، چون برنامه‌تون آقا امیر، من به یادم نمیاد که سوال کسی رو نیمه کاره گذاشته باشم، قطع کرده باشم الا به دو دلیل. یکی اینکه آقا امیر بزرگوار، یکی اینکه کسی توهین بکنه یا اینکه بخواد خارج از موضوع صحبت بکنه و از بحث فرار بکنه. من همین الان شما میتونید که موضوعی که نیمه کار مونده دوباره مطرح بکنید. گاهی اوقات هم تماس قطع میشه، یعنی تلفن خودش شاید خیلی موافق ما بودن داشتن صحبت میکردن به نفع ما تماسشون قطع شد. بفرمایید. بله همین، شاید میگم من چون برنامه شما رو دوست دارم مرتبا نگاه میکنم و میبینم، ولی واقعا برای من چند ساله من با دوستانم صحبت میکنم، با چند نفر مثلا حرفای شما رو، کانالهای دیگر رو، ولی در تمام اونا هم همین جورن، یعنی دیگران جوونا همین جورن. یکی از دلایل دینگریزیشون همینه. شما مثلا از امام باقر میگید ائمه، خب این امام باقر رو چه حسابی کتابی داره؟ ازش کسی تعریفی، کسی عالمی که بشه روش حساب کرد؟ به قول شما این چی میگم، سلسله روایاتی که میگه امام باقر، من عقیده اهل سنت رو خدمت شما بیان بکنم برادر عزیز، ما در مورد شیعه کاری نداریم. گفتید عقیده‌شون رو گفتید. عقیده اهل سنت اینه که امام محمد باقر یکی از شاگردان صحابه محسوب میشه که از منابع اصلی قرآن و سنت ایشون استفاده کردن و یکی از راویان احادیث در نزد اهل سنت هستند و ایشون چون از خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و پدر ایشون و پدر بزرگشون همه اینها در زهد و تقوا و ورع و راستگویی معروف بودن در بین مسلمان ها. احادیثی از ایشون برای ما روایت شده که خیلی از اینها طبق تحقیق که علما انجام دادن احادیث صحیح هست و ما چیزی که مطابق قرآن باشه، مطابق عقل باشه و مطابق اساسات اسلام باشه از هر کی که باشه میگیریم، مادام این که شروطش رو داشته باشه، مسلمان باشه، مؤمن باشه، متدین باشه، متقی، پرهیزگار و بقیه شروطی که علمای حدیث در نزد اهل سنت مطرح کردن. و اگر حرفی از ایشون مخالف با قرآن باشه ما میزنیم به دیوار، قبول نمی کنیم. خدا کنه که امام باقر نه ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و عایشه و غیره باشن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دین ما دین افراد نیست. دین ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و علی و حسن و حسین نیست. دین الله متعال است. الله متعال قرآن رو برای ما فرستاده، قرآنی که در اون این برداشتی که شده در اجتماع، برداشتی که برای ماها شده، این برداشته خاطر طرز بیان، طرز صحبت. مثلا امام دهم ما هر چی میگردیم یا امام نهم هر چی سوال میکنیم، از خود شیعه آخونده ها، از همه آخونده هم سوال میکنیم، از شبکه های چیزی توحیدی سوال میکنیم، از مثلا امام نهم هیچ چی وجود نداره. خب رو چه حسابی من باید بگم اینا؟ خب میشه گفتش که آدم خوبیه، مؤمنه، تمام، ولی دیگه رو چه حسابی باید بگم خیلی عالیه، بهشتیه؟ رو چه حسابی باید بگم اعلام مثلا امام دهم؟ ببینید وقتی جوون ها میان، جوون های الان، آقای امیر برادر عزیز، این مشکل در دین تشیع است که اشخاص رو مقدس میشمارند و به اونها صفات الهی میدن و بعد از اونم هر چه دروغی است به اونها نسبت میدن و مردم هم متاسفانه باور میکنن به سبب جهل و فقر دینی. الان مثلا میگن که آقا امام دهم ایشون تنها یعنی یک بشر عادی نبوده،
ایشون از اهل بیت بوده، اهل بیت پاک هستن، ایشون با وحی ارتباط داشته، ایشون مقدس بوده، ایشون معصوم بوده. 1001 دروغ رو، صفت ناجایز رو به ایشون میچسبونن. بعد از اون میگن همین امام دهم فرمودن که فلان کار رو فلان طور انجام بدید. اون شیعه بیچاره که در ذهنش تصویر ذهنی که از امام دهم داره یک انسان مافوق بشر، یک انسانی که با خداوند نشست و برخاست داره علیه بالله، و این اومده گفته این کار رو بکنید. به همین روایات، به همین روش شیعیان رو فریب دادن در طول تاریخ. درسته. ببینید استاد، شما حالا بیایید اهل بیت واقعی رو، من خواهش دارم، من چون تا یه حدی رو اهل بیت قبول دارم، بعدش رو خب به عنوان انسان‌های بزرگ قبول دارم، میدونم کیا بزرگن کیا بزرگ نیستن، ولی امام حسن عسکری رو من اهل بیت قبول ندارم، چون به قول شما اینا بزرگش کردن اینو که یه امام زمانی از توش در بیاد. آقا امیر یک اشکال در صحبت شما وجود داره، این است که ببینید فلانی از اهل بیت هست اما خدا نیست و جانشین خدا هم نیست. ببینید الان شما مثلا از خانواده، به طور مثال از خانواده امیری، آقای امیر امیری، آقای امیر عباسی، آقای امیر رضایی، شما خودتون رو منسوب به خانواده میدونید. به امام صادق. بسیار خوب. الان یکی بیاد بگه آقا امیر ما این انتماء شما رو به اهل بیت قبول نداریم. خب این یک حرف اشتباهه. شما از اهل بیت هستید، فضل شما، مکانت شما محفوظ، اما شما خدا نیستید، شما شارع دین نیستید. شما بله، شما نمیتونید که حلال خدا رو حرام بکنید، حرام خدا رو حلال بکنید، که متاسفانه راویان دروغگوی شیعه همین کارو کردن. الان من جابر جوفی رو برای نمونه نشون دادم، شاید متوجه شده باشید. ایشون امام باقر رو یک مرتبه دیده، امام جعفر صادق رو یک مرتبه، امام باقر رو یک مرتبه دیده، امام جعفر صادق رو اصلا ندیده. 140,000 روایت داره ایشون در نزد شیعه. خب این 140,000 روایت را از کجا آورده؟ اصلا 140,000 روایت قربان اصلا در طول عمر 70 سالش هم نمیتونه بنویسه. خب همین مشکل ما همینه. الان مثلا به اهل سنت ایراد میگیرن که آقا ابو هریره یک چند سالی خدمت پیامبر بوده، چرا 5,000 حدیث روایت کرده؟ خب این طرف 140,000 روایت کرده. ابو هریره ای که شب و روز در کنار پیامبر بود، شب و روز در کنار پیامبر بود، در کنار حجره پیامبر روی صفه‌ای که داخل مسجد بود، شب و روز اونجا بود، در کنار پیامبر، خوردن پیامبر، خوابیدن پیامبر، نماز پیامبر، وضوی پیامبر، یعنی 24 ساعت ملازم ایشون بود. ایراد میگن که آقا این چرا 5,000 حدیث روایت کرده در نزد اهل سنت؟ جابر جوفی یک جلسه خدمت امام باقر بوده، یک جلسه خدمت امام باقر بوده، ایشون اومده 140,000 روایت. چرا روایت ها اینا را قبول میکنید؟ با خدا من قبول نمی کنم. نه من شما نوعی که به اصطلاح در مذهبی هستید که امروز به سبب همین دروغا، همین خرافات مردم از مذهب بیزار شدن. چون از مذهب بیزار شدن فکر کردن که این آخوندا نماینده اسلامن، به همین دلیل از اسلام بیزار شدن، از قرآن بیزار شدن. امروز جوان ایرانی میره پرچم زردشتی رو میزنه به پشت ماشینش در دبی، در ترکیه، میگه که آقا من اصلا به اسلام اعتقاد ندارم. خب این اسلام در ایران کی بدنام کرد؟ ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و عایشه، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، یا اسلام رو در ایران همین آخوندا بدنام کردن؟ خب استاد من میگم شما به جای اینکه حالا خواهش هم اینه ها، نظر نمیدم برنامه شمایی و همه چیز شماست و یعنی هزاران آیت الله هم جمشن من میدونم به پای شما نمیرسنن، نظر درک معانی همه چی قرآن و اینا. شما بیاین ائمه واقعی رو، یعنی خانواده رسول الله، صحابه رو بیشتر بیان کنید، اصحاب رو بیان کنید. این اصحاب بیان کردن خیلی مهمه. وقتی من صحبت میکنم، صحبت کرامات یا مثلا جنگ هایی که عمر ابن خطاب رضی الله عنه کرد، قدس رو گرفت، چه کارا کرد، یا خود حضرت علی. حالا اگر یکیشون سیاستش ضعیف بود یکی قوی تر، این در همه هست، چون همه در کسی در جایگاه خودش
مومن بود یا از ام المؤمنین عایشه، از اینا بیارید بالا. مثل آخونده که میرن بالای منبر هی شروع میکنن. شما با واقعیت از خود شیعه اینا رو من میگم بیارید بالا. من که الان 7-8 ساله اومدم شیعه رو ول کردم اومدم اینور، مجبور شدم این حرفا رو خدمت شما بزنم به خاطر اینکه میبینم از اون ور اون حرف کمتر گفته میشه و من ناراحت میشم که وقتی یه 4 نفر که به خاطر پول و صیغه و شهوت و نمیدونم ریاست کردن برگردن بگن ما خداییم، ما از خدا دستور میگیریم، فلانی خداست فلانی، یا مثلا آیه قرآن به دست ما ضعیف رسیده. اینا ناراحت میشم. قبلا هم میشدم البته، ولی خب الان بیشتر ناراحت میشم و دلم میخواد شماها که بیشتر معلومات دارید، شماها که استادترید، بیاید این ور قضیه رو ببرید بالا. چون شما در مردمم، من در ایرانم، هر چی شما این ور قضیه رو ببرید بالا اینا بیشتر حرص میکنن. یا از خود خمینی عذر میخوام چون صحبت میکنم، چون میخوام وقتتون گرفته نشه دیگران پشت خط نمونن. از خود خمینی باید بگید که بابا این اصلا سیک بود، اصلا مسلمان نبود، اصلا مسلمان نشد. آخه موضوع اینه که میگن بالا که مسلمان شد. درست. والله این مسلمان نشد. از آرم پرچمی که زده مشخص که مسلمان نشد. اگه مسلمان میشد یه همچه آرمی رو پرچم ایران نمیزد. این آرم سیکاست. کتاب هایی که در منزل خمینی پیدا کردن کتاب های سیکا بوده. اینه تحقیق کردم استاد. الان دختری که تو زندانه به خاطر ترجمه اون کتاب ها نزدیک بود دار زده بشه که بعد 16 سال بهش زندانی دادن. درست. انشالله در مورد ائمه انشالله صحبت میکنم. تشکر از شما برادر عزیز. انشالله. ببخشید استاد وقتتون گرفتم. خیلی انشالله که خدا اجرتون بده. سلامت باشید. شما رو و همه دوستانتون. سلامت باشید. تشکر. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. ببینید در مورد ائمه، اصل قرآنی در مورد ائمه، هر انسان متقی و پرهیزگار و مؤمنی میتونه امام باشه. اصلا ائمه جمع امام است. آقا امیر عزیز شما میتونید امام باشید. اصلا باید دعا بکنید که امام باشید. اصلا خانواده شما باید همه دعا بکنن که ائمه هدا باشن، ائمه هدایت باشن. ما 2 نوع ائمه داریم در قرآن کریم. یک نوع ائمه‌ای که الله سبحانه و تعالی در مورد اونها در سوره سجده آیه 24 میفرماید، احمد جان اگر نشون بدی، وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. و از آنان، یعنی از پیامبران، از انسانهای متقی و پرهیزگار، چه در بین بنی اسرائیل چه در بین امتهای دیگه، پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. چون یقین به آیات الهی داشتند، صبر داشتند. یقین به آیات الهی یعنی چی؟ یعنی اوامر الهی رو بهش عمل کردن و از نواهی الهی پرهیز کردن. اینها چی شدن؟ ائمه هدا شدن، ائمه هدایت شدن، یعنی مردم به اونها اقتدا کردن. گروه دیگر از ائمه که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره قصص آیه 41 به اونها اشاره میکنه، احمد جان اگر نشون میدن، وجعلناهم ائمة يدعون الى النار و یوم القیامة لا ینصرون. و آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش دوزخ دعوت میکنند و روز قیامت یاری نخواهند شد. این ائمه‌ای که به سوی آتش دعوت میکنن همین آخوندهای شیعه هستند، همین راهبان نصارا هستند، همین آخوندها و خاهامات یهود هستند که اینها به سوی آتش دوزخ مردم رو دعوت میکنن. وظیفه هر مسلمان که انگامی که دعا میکنه، سیدنا ابراهیم علیه السلام به ما این دعا رو
یاد دادن، خودشون دعا کردن و در سوره فرقان آیه 74 در مورد صفات مؤمنین الله سبحانه و تعالی مطالبی رو بیان میکنه که من از اول صفحه خدمتون نشون میدم. الله سبحانه و تعالی صفات اینها رو بیان میکنه، میگه که اینها کیا هستن؟ والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کسانی که با الله متعال معبود دیگری را نمیخوانند و نفسی را که الله متعال کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمیکشند، زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید. کسانی که با الله سبحانه و تعالی شریک میارن، چه امام باشه، چه پیغمبر باشه، چه صحابی باشه، چه اهل بیت، هر کسی که میخواد باشه. بعد در آیه بعدی الله سبحانه و تعالی در مورد اینها میفرماید که و یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا. عذاب او در روز قیامت مضاعف میشه، چند برابر میشه و با خواری و ذلت در آنجا چی میشه؟ جاویدان میمانه. الا در آیه بعدی میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. مگر کسی که توبه کند، مثل آقا امیر بزرگوار، ولو که در سن 60 سالگی 65 سالگی توبه بکند، الا کسی که توبه بکند، عمل صالح انجام بدهد، الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه شما توبه کردید از شرک، از کفر، از گمراهی و عمل صالح انجام دادید، الله متعال چی کار میکنه؟ خیلی جالب است در اینجا، این یک بشارت است. یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناههای گذشته شما رو، اعمال زشتی که انجام دادید، الله سبحانه و تعالی اونا رو پاک میکنه، به جاش چی مینویسه براتون؟ اعمال صالح مینویسه. و کان الله غفورا رحیما، و الله سبحانه و تعالی آمرزنده مهربان است. در ادامه میگه و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. کسی که توبه کند، عمل صالح انجام داد، پس بیگمان او چنان که باید به سوی الله سبحانه و تعالی باز میگردد. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. کسانی که شهادت دروغ نمیدن و چون بر کار بیهوده‌ای بگذرن بزرگوارانه از آن میگذرن. بزرگوارانه از آن میگذرن یعنی چی؟ یعنی اعراض میکنن، دوری میکنن از اون عمل زشت به دو دلیل. یکی این که به مردم نشون بدن که این عمل زشت است، یکی این که خودشون رو چیکار میکنن؟ آلوده نمیکنن. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. کسانی که وقتی آیات الهی، پند الهی به آنها داده شود به صورت کر و کور از اون نمیگذرن. چه بسیار بودن کسانی که در اینجا تماس گرفتن، بحث کردن، جدال کردن، آیات قرآن بر اونها خوانده شد، اما صم بکم عمی فهم لا یعقلون. ختم الله علی قلوبهم. الله سبحانه و تعالی دلهای اونها رو مهر نهاده. شما 100 دلیل از قرآن برای نخواستن غیر الله بیاری، این انسان قلبش مهر خورده، چشمش کور است، گوشش کر است. در اینجا وقتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اینها با آیات الهی مانند کر و کور نمیگذرن، یعنی چی؟ آیات الهی وقتی با اونها خوانده میشه میگن آمنا، سلمنا، قبول کردیم، ایمان آوردیم. الله سبحانه و تعالی چرا در بعضی از آیات قرآن کریم در مورد صحابه به ما میگه که اگر که شما ایمان بیارید به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. ای صحابه اگر اونا ایمان بیارن مثل ایمان شما هدایت یافته میشن. چرا؟ همین قوم وحشی، همین قوم آدم کش، همین قومی که دخترانشون رو زنده به گور میکردن، 1001 نوع زنا و فحشا و فساد و بتپرستی و شرک و کفر در بینشون بود، وقتی آیات الهی بر اینها خوانده شد، اینا چیکار کردن؟ تبدیل شدن به انسانهایی که امروز قبرهای اونها در هر گوشه دنیا اگر باشه، مسلمان ها متاسفانه نباید این کارو بکنن، اما قبرها رو میپرستن. به خاطر چی؟ به خاطری که اونها در مدت 10 سال، در مورد یا 23 سال، در 2 دهه از اون جو که خدمتون عرض کردم تبدیل شدن به انسانهایی که متدین، متقی، پرهیزگار، رحمدل،
انسانهایی که الگوهای هدایت شدن برای بشریت. کدوم کشوری رو دیدید شما که کسانی که به زور اومدن اون کشور رو فتح کردن، جنگیدن، آدم کشتن، قبر اونها رو گرفته باشن در اونجا، یا سربازانی که در اونجا کشته شدن رو اونا رو قبرشون رو به اصطلاح زیارتگاه قرار داده باشن؟ آیا سربازان آلمان نازی رو قبرشون رو زیارتگاه مردم قرار دادن؟ قبر مغول‌ها سربازان چنگیز رو در افغانستان و ایران و ماوراءالنهر و تا فلسطین و این مناطق که اومدن کسی قبرهای اونها رو زیارتگاه قرار داده؟ در مورد ارتش شوروی که به افغانستان و آسیای میانه حمله کرد و سالها بر این مناطق حکومت کردن، یا سربازان آمریکایی رو در عراق یا در خیلی از کشورهای دیگه، آیا این متجاوزینی که به این کشورها حمله کردن، فرمانده‌های اینها، سربازان اینا، قبرشون رو کسی زیارتگاه قرار داده؟ الا در کشورهای اسلامی میبینیم که مسلمان‌ها، همین اعرابی که به قول بعضی از ناسیونالیست‌ها اعراب بیابانگردی که اومدن این کشورها رو فتح کردن، چون این ملت‌ها رو از ظلم شاهان مستبد و ظالم و از نظام طبقاتی، از ظلم بیش از اندازه و طاقت فرسا نجات دادن، امروز ملت‌ها اومدن قبرها اینها رو زیارتگاه. این همه امامزاده‌ای که حالا چه راستی چه دروغی در ایران درست شده، خب اگر که فکر کنید از 18000 امامزاده حداقل 1000 تا اینها که حقیقی هستن، چرا قبرهای اینا رو مردم میپرستن؟ چون که اینها انسان‌هایی بودن که پرهیزگار بودن، متقی بودن، رحمدل بودن، اخوت و برادری و محبت رو در بین انسان‌ها نشر کردن. در افغانستان، در همین شاهد و شمشیره در افغانستان که معروف است، در اینجا قبر 2 تا از کسانی است که کابل رو فتح کردن. مردم امروز قبر اونها رو تبدیل به زیارتگاه کردن. آیا قبر کدوم سرباز روسی رو در افغانستان میبینید که مردم تبدیل به زیارتگاه کرده باشن؟ اینا همه نشون میده که اینها چی بودن؟ اینا انسانهایی بودن که با وجود همه مشکلاتی که قبل از اسلام داشتن، توبه کردن، عمل صالح انجام دادن، انسانهای خوب شدن، آنطوری که قرآن میخواست اینا تربیت شدن، اینا الگو و نمونه شدن برای همه بشریت. در ادامه چی میگه؟ همین انسانهایی که این صفات رو دارن، دعایشون چی است؟ آقا امیر، شما، من، آقای احمد، سامان، سعید، همه کسانی که سخنان من رو میشنوید، همه بینندگان عزیز، تک تک شما باید دعا بکنید که فرزندان شما ائمه بشن، ائمه هدایت، مردم رو هدایت بکنن. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه، این آیه رو با هم میخونیم، والذین یقولون ربنا، و کسانی که میگویند پروردگارا، هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، و کسانی که میگویند پروردگارا، یا رب، از همسران و فرزندانمان مایه چشم روشنی به ما عطا بفرما، یعنی اونها را انسان‌های صالح بگردان، انسان‌های نیکو بگردان، وقتی که ما اونها رو می‌بینیم چشمان ما روشن بشه، و ما را برای پرهیزگاران پیشوا و امام قرار بده. پس تک تک شما مسئولید. آقای امیر، شما فکر نکنید که شما مسئولید، شما باید امام بشید. این دعا رو باید همیشه بکنید که الله سبحانه و تعالی شما را امام هدایت قرار بده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در حدیث صحیح که اهل سنت روایت میکنن میفرماید که ای علی، لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی، اگر الله متعال به دست تو یک انسانی رو هدایت بکنه، از همه شتران سرخمو برای تو بهتر است. همون شترانی که تا هنوز هم در کشورهای عربی هر کدومش به 100,000 و 150,000، یه دونه شتر به 200,000 دلار فروش میشه. شما تصور بکنید در اون موقع کسی که مثلا یک گله شتر سرخمو داشت، انگار که مثل صاحب کارخونه مرسدس بنز باشه امروز. میگن ای علی، خب به لغت همون زمان سیدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم عظمت این دعوت رو بیان میکنن که ای علی، تو باید پیشوا باشی، پیشوای هدایت باشی، تو باید امام باشی. اگر یک فرد، یک انسان به دست تو هدایت شد، از همه خوبی ها و زیبایی های دنیا برای تو بهتر است. همه پیروان علی، پیروان ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عایشه، فاطمه، حسن، حسین، جعفر صادق، محمد باقر، ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، همه مسلمان ها، کسانی که پیروان واقعی این بزرگواران هستند، اینا همه چی بودن؟ امام هدایت بودن. همین ابن تیمیه‌ای که این همه علمای شیعه باش دشمنی دارن، بلایش تبلیغ میکنن، به خاطر چی؟
به خاطر که ابن تیمیه به خاطر نجات مسلمان ها از یوغ مغول ها اعلان جهاد کرد، شخصا در جهاد شرکت کرد، کتاب هایی نوشت برای آزاد کردن فکر مسلمان ها. به جای اینکه برید پیرو انسان هایی باشید که فکر اینها فکر گمراه کن است، فکر اینها فکر نابود کننده اسلام است، اینا ائمه ای هستن که به سوی جهنم مردم رو دعوت میکنن، ایشون اومد مردم رو برای اینکه نجات پیدا بکنن از این گمراهی، از این ضلالت، دعوتشون کرد، کتاب نوشت. و چون علمای شیعه میدونن که فکر ابن تیمیه فکر نجات دهنده است، فکری است که انسان را از بندگی بنده ها آزاد میکنه، دعوت میکنه به بندگی الله سبحانه و تعالی. امروز دارن تا هنوزم بهش تهمت میزنن. قزوینی چند تا دروغ که بر علیه ابن تیمیه به دروغ تهمت زده بود، ما اینجا نشر کردیم به شکل کلیپ، چون که نمیخوان مردم آزاد بشن، نمیخواد فکر مردم آزاد باشه، اندیشه مردم آزاد باشه. یک شیعه باید همیشه چی باشه؟ چشم و گوش بسته، صم و بکم و عمی و یعنی همه جوارح خودش رو، عقل خودش رو، مغز خودش رو در اختیار یک مرجع قرار بده. این مرجع هر طوری که خواست با این مقلدش بازی بکنه، به هر راهی که خواست این رو ببره. شما حق نداری قرآن بخونی، چون این قرآن 1000 بطن داره، هر بطنش 1000 بطن دیگه داره، هر 1000 بطنش 1000 بطن دیگه داره، بطن در داخل بطن، و تنها چیزی هم که علمای شیعه بهش فکر میکنن بطن است، بطن و ما تحت بطن. مردم رو کردن اسیر، مردم رو کردن غلام. غلام تنها این نیست که طرف رو ببرن توی یک کارخونه یک جای ازش کار بکشن. اون غلامی که میره کار میکنه، برده‌ای که میره تو مزرعه‌ای، تو کارخونه‌ای، در خونه کسی کار میکنه، 1000 مرتبه شرف داره به اون انسانی که برده فکریه، عقلش رو، عقیدش رو، ایدئولوژیش رو، فکرش رو برده قرار داده در مقابل یک آخوندی که 1 ریال هم نمیارزه. همه ما باید دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی ما و فرزندانمان را ائمه هدایت قرار بده. و آقا امیر، شما میتونید امام بشید، امامی که 1 نفر اگر به دست شما هدایت بشه برای شما بهتر از دنیا و مافیا خواهد بود. تصور بکنید 1 نفر رو به توحید هدایت کردید، یک شیعه گمراه رو، این طرف موحد شد، یک انسان ازدواج کرد، همسرش هدایت شد، شدن 2 تا، خدا بهشون 4 تا فرزند داد، مثلا حد اکثرش رو تصور بکنیم در ایران، اینا شدن 6 نفر. 4 تا فرزند این ازدواج کردن، هر کدومشون 2 تا مثلا فرزند آوردن. تصور کنید 1 قرن بعد چند هزار نفر میشن اینا، 2 قرن بعد چند هزار نفر میشن، تا قیامت چند میلیون نفر میشن. همه اعمال اینها، روزه اینها، زکات اینها، حج اینها، صدقه اینها، هر حرفی که از قرآن تلاوت بکنن، هر ذکری که برای الله سبحانه و تعالی انجام بدن، هر عمل صالح، هر کدومشون هر مقدار پولی رو که در راه الله صدقه بدن، ثواب همه اینها 1 نسخه در نامه اعمال شما نوشته میشه تا روز قیامت. شما از این دنیا رفتید، الله متعال عمر طولانی نصیبتون بکنه، 10 سال بعد، 20 سال بعد از این دنیا رفتید، اما این نامه اعمال شما بسته نمیشه. اینا رو میگن صدقه جاریه. همه اعمال نیکی که این انسان هایی که به دست شما هدایت شدن، من از 1 نفر دارم صحبت میکنم، تا روز قیامت در نامه اعمال شما نوشته میشه. روز حساب و کتاب در میدان حشر میایید، میلیون ها رکعت نماز در حساب شما. بارالله، من که همش 10 سال هدایت شده بودم، نماز خوندم، اینا از کجا آمد؟ اینا اون نمازهایی است که کسانی که به دست تو هدایت شده بودن، اونها نمازهاشون 1 کاپی در نامه اعمال شما. بارالله، من اینقدر قرآن تلاوت نکردم، این همه ثواب به خاطر تلاوت قرآن. این نتیجه اون دعوتی است که تو انجام دادی، 1 نفر مسلمان شد، ذریه اون نسل اون تا قیامت تلاوت قرآن که انجام بدن، ثوابش 1 نسخه برای شما نوشته میشه و از اصل ثواب اون شخص 1% هم کم نمیشه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما رو ائمه هدایت قرار بده. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری گرامی، از هدایتگران مثل قرن اسلام
از بازماندگان حضرت رسول. خدا خیرتون بده. سلامت باشید. شاهد توحید برادر بزرگ. اهلا و سهلا، بفرمایید. شبانه روز زحمت میکشید و مردم را هدایت به راه یگانه و خداپرستی دعوت میکنید. خدا اجرتون بده برادر عزیز. منم یک عرضی دارم خدمت شما و برادران و بینندگان هدایت یافته. بفرمایید. انشالله که مورد قبول خداوند باری و تعالی قرار بگیره و همچنین دوستان برادران شما. سلامت باشید، بفرمایید. به نام الله شاهنشاه عالم. تو اندر سینه از گنجی خبر داری. اینچنین فرمود قرآن آیه زیبا و داد اختار. ختم الله علی قلوبهم و سمعهم و الابصار. وای بر چشم و دل و کور و کرانی بیخبر. او بفرموده در آیاتش روان و مختصر. ایوه الانسان تو گوش و چشم به سر داری. تو اندر سینه گنجی خبر داری. که بصیرت دل چون نپنداری. به فکر خیش بپنداری بصر داری. تو اندر سینه داری گنج پنهانی ولکن بس شدی غافل نمیدانی. همان قلبی که گویندش همه آن دل که در سینه به جایی دارد او منزل. بصر آن نیست که در سر باشد از مأوا. بصر آن است اثر در دل کند همراه. اگر گنجی نپروردی درون سینه پرواری. کجا آید کند با تو این سمع و بصر یاری. تفکر را ز مغز آید و بینش از بصر جوید. به سمعت می‌دهد فرمان و در قلبت می‌روید. اگر اندیشه پروردی به مغز لاابالیت. چطور پر می‌شود آن گنج خاک. چنان در سینه باشد قلبی بیماری. ندارد بینش و دانش به هر کاری. ندا بر خویشتن در زن کو از گنجت ثمر برگیر. چنان در خویشتن یابی تفکر یا کمی تدبیر. خدا انشالله شما را پیروز و موفق بگردانه که اشعارهای سالی در این رابطه توحید سرودم که ما هم با شما باشیم و حجری که به شما بده خداوند تبارک به ما هم برسه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. عزیزانمون که از طریق فیسبوک با ما هستن، آقای اسماعیل عزیز، برادران عزیز تاجیکی که با ما هستن، آقای آمو، عبید و بلال برادر عزیز، اسامه، جمعه و احمد، ابو عبدالرحمن، همه عزیزانی که از طریق فیسبوک با ما هستن، الله سبحانه و تعالی حفظتون بکنه. دوست عزیزمون آقا عبدالرحمن هنوزم در مورد نابودی اسرائیل در سال 2022 صحبت میکنن. امیدواریم که این اتفاق صورت بگیره انشالله. آقا جمعه برادر عزیز نوشتن که سقوط آخوندها نزدیک است انشاءالله. آقای بیننده عزیزمون از تاجیکستان نوشتن که با سلام خدمت شما، تشکر از برنامه خوب آموزنده که واقعا بعد 28 سال زندگی در ایران نمیدانستم شیعه چگونه دینی بود. فکر میکردم که این همه روایات درست بوده و حالا فهمیدم که این روایات ساختگی و دروغ است. الحمدلله، الله متعال رو شاکر باشید به خاطر نعمت هدایت. حمیدالله نوشتن که پوشیدن لباس از شرکت های آدیداس و نایک جایز است. این برادر عزیز و گرامی، در مورد لباس چه ساخته هر شرکتی که باشه، جایز بودن جایز نبودن، این مسئله ای است که مرتبط است به اینکه این شرکت ها در کجا هستن. اگر شرکت های یهودی هستن، شرکت هایی هستن که دشمن مسلمان ها هستن، دشمنان مسلمان ها رو کمک میکنن، مانند مثلا شرکت کوکاکولا، شرکت ماکدونالدز که هیچ شکی نیست در این که این شرکت های در اصل یهودی هستن که حتی به رژیم صهیونیستی در اسرائیل کمک میکنن، حتی در ساختن خانه هایی برای اسرائیلیایی که در مناطق غصب شده فلسطینی ها ساخته میشه اینا دست دارن.
خب معامله کردن با اینها، استفاده کردن از منتجات اینها جایز نیست. اما اصل آیا خود این غذاها حرام هست؟ این یک بحث جداگانه است که در مورد اینکه چه روغنی استفاده میشه، چه گوشتی استفاده میشه، این بحث فقهی است که به درازا میکشه. در مورد این لباس ها، در اصل پوشیدن این لباس ها هیچ مشکلی نداره. برای پیامبر و صحابه از کشورهای کفری برای اینو پارچه می اومد، لباس می اومد، می پوشیدن. منتها امروز یک نکته رو در نظر داشته باشید که در بعضی از این لباس ها عباراتی که به انگلیسی نوشته شده اینا رو تحقیق بکنید. بعضیا یعنی کلمات خیلی زشت، رکیک، کلمات جنسی بر روی این تیشرت ها یا لباس ها نوشته شده که برای یک مسلمان جایز نیست که از اینها استفاده بکنه. تشکر میکنم از آقا سعید، فواد برادر عزیز، آقا عزت، آقای احمد شاه، عبدالله نوری، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، سلیمان فیضی برادر عزیز و شیر محمد شیرزاد، آقای احمد رسولی، نجیب الله زیا. تشکر از همه عزیزانی که از طریق صفحه فیسبوک برنامه زنده ما رو دارن میبینن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام و شب بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید. قربون شما سلامت باشین. با آقای انصاری میخواستم تماس بگیرم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. سلام آقای انصاری، شب شما بخیر، خوب هستین؟ سلامتی؟ سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز. حتما از هرات هستید، درسته؟ من از هراتم. خداوند از این عمر برای شما بده که واقعیت صدا شما رو میشنم، من خیلی خیلی خوشحال میشم، یعنی انرژی میگیرم. خدا به شما از خدا عمر میخوام، من از خدا میخوام که این عمر به شما بده که این آخوندهای کفر داریم محکوم میکنیم یا آخوندهای ایرانه. الله متعال به شما طول عمر و سعادت دارین نصیب بکنه برادر عزیز. تشکر از لطف. موفق باشیم. سلامت باشید. تشکر از شما. شب شما خوش. خدا نگهدارتون. تشکر از برادر عزیزم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. بفرمایید. هدایت دارم الحمدلله حدود 1 سال 1 ماه هدایت یافته شدیم. آقای ساجه از در موقع که هدایت یافته شدیم برای حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق می‌گوییم من دوست من از سر آیت نصر عثمان. الله متعال هدایتتون بکنه، الله متعال به راه راست هدایت بکنه. شما کسانی هستید که الله سبحانه و تعالی مهر در دلهای شما قرار داده. من البته تیرتون به خاک خورد، اون قسمتی که میخواستی لن بفرستی به صحابه من قطع کردم و شماها تنها آرزوی ما این است که الله سبحانه و تعالی هدایتتون بده، چون سبحان الله من یقین دارم در درون تک تک شماها فطرت یعنی سالم بشری وجود داره و الله متعال در قرآن کریم و دین مبین اسلام این فطرت سالم انسانها رو مورد خطاب قرار میده. همون فطرت سالمی که سبب شد ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و حتی ابو سفیانی که این همه با پیامبر دشمنی کرد، با پیامبر جنگید، وقتی که الله سبحانه و تعالی خواست و اون فطرت سالمشون بیدار شد هدایت شدن. برای شما هم طلب هدایت میکنیم، الله متعال هدایتتون بکنه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. استاد انصاری هستین؟ بفرمایید. از کنم خدمت استاد گرامی، نگاه کن این آخونده را چقدر مردم گمراه می از کنن که این آیه سوره مریم میگن که آیه 96 درباره سوره حج آورده به جای آیه 96 که مردم پیاده و سوار میرن زیارت امام حسین و کربلا میرن گروه در حالی که ما آیه 96 مریم دیدیم، ولی در آیه حج اومده 29 اومده که مردم گروه میرن و از زیارت خانه خدا. این تفسیر اشتباهی کردن که میگه که آقا نه خانه خدا نمیرن، اینا
میرن گروه گروه به کربلا و امام حسین ببین چجوری زیارت میکنن. این جوری مردم گمراه کردن آقا استاد گرامی. الله المستعان. الله المستعان. این شما این تصدیق کنید آیه 27 تا 29 است. 27 تا 29 کدوم سوره؟ سوره حج. سوره حج. چشم. سوره مریم گفت اینا رو باز اشتباه ادرس دادن. سوره مریم آیه 96 من گفتم امچین سوره من آیه 96 ندیم گروه گروه مردم برن به خانه خدا حج برن. یعنی چی اینا اشتباهی به جای حج برن میگن نه امام حسین رو رفتن زیارت کردن و کربلا و اینا. همین برادر عزیز آقا عمر اگر شما لطف کنید همین مطالب رو در هر جای دیدید یک عکسی بگیرید برای ما بفرستید. اینا خیلی مهم هست که در برنامه پخش بشه. خب این سوره مریم آیه 96 هم برای تفسیر بکنیم. چشم. اینا گمراهان بکنن. خیلی ممنون. زنده باشید. تشکر از شما. دوستان عزیزی که مطالب مثل این رو در کتاب‌های اینها می‌بینن حتما برای ما بفرستن، چون که بیان این مطالب و رسوا کردن این دجالای دین فروش، این آخوندهایی که غیر از فریبکاری دیگه کار دیگری ندارن، این وظیفه تک تک شماها هست. باید هر عزیزی که مطالب مثل این رو میبینه در کتابی، در تفسیری، حتما برای ما بفرستن از طریق واتساپ، از طریق اینستاگرام، از طریق ایمیل برنامه live@wisalfa.tv. تشکر از شما عزیزان. الان کلیپی است که در رابطه با همین موضوعی که دوست عزیزمون ذکر کردن، من گرچه قبلا اینو نشون داده بودم اما باز یک بار دیگه این رو خدمت شما عزیزان نشون بدم ببینید که اینا تا چند اندازه گمراهند. خطر جانی، خطر مالی، خطر آبرویی، خطر ناموسی داشته باشه حق نداری بری مکه. حج تعطیل. یک ذره احتمال بدی روزه برات خطر داره، ضرر داره، نمیخوام روزه بگیری عزیز دلم، نمیخواد روزه بگیری، روزه تعطیل. نماز برات خطر داشته، الان شما اینجا وایسی نماز بخونی میکشنه. نماز نخون، حرام نماز بخون. توی جمعی هستی اگه وایسی جلوشون نماز بخونی میکشنه. حق نداری وایسی نماز بخونی، حرامه. نماز تعطیل، حج تعطیل، زکات تعطیل، خمس تعطیل. اما به اسم کربلا که میرسه بم میذارن کربلا، بریم ثوابش بیشتر بهتون میدن. اگر در راه حسین هلاک شدین مستقیم پیش من میاد. یعنی تصور کنید چطور به دروغ یعنی داره میگریه تا مردم رو از احساسات پاک کسانی که در مجالس اینها میشینن. شیعیانی که واقعا من بارها گفتم که در محبتشون نسبت به اهل بیت صادق هستن، اما این جهالت، نادانی، عدم اطلاع از دین سبب شده که گرفتار این آخوندا بشن. همه عبادت ها تعطیل، اما کربلا نه، تعطیل نه. چرا؟ چون که اونجا پول که شما میریزید اونجا، اون میره به جیب اینها. اونا دکانهای اینها تعطیل میشه اگر شما از ترس بمبگذاری و کشته شدن به کربلا نرید، و این دکانها باید به خاطر اینها همیشه باز باشه. این دین و عقیده ای است که مردم رو دارن فریب میدن به وسیله. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ محمد هستم از زنجان. باید انصاری. آقا محمد بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبتی دارید آقا محمد میشنویم. خواهش میکنم. الو.
بفرمایید. آیا انصاری خدمتتون سلام عرض. علیکم السلام. من فکر میکنم که من مورد برنامه‌تون رو باید بگم اینه که این حکومتی که توی آن هستش این رفتنیه، این واقعیتیه که خب همه داریم نگاه میکنیم. ولی خب الان من میبینم بین مسلمونا الان دقت میکنم این مشکلاتی وجود داره. حالا با اینکه مسلمونن و نباید مشکلاتی داشته، مثلا فساد مالی رو شما ببینید تو دایره حکومت، ببینید چجوری فساد مالی بیداد میکنه. خب آدم تعجب کنه چجوریه که اینا هم مسلمونن هم اینکه این همه مشکلات مالی، فساد مالی تو ایران وجود داره. من فکر میکنم تنها راه حلی که میتونه این مسئله رو حل بکنه رژیم بره و جاش یک آیین مقدسی به نام بهاییت بیاد. میدونید که بهایی شما میبینید فساد مالی دارن، این هم مشکلاتی که اینجا هستش بهاییت دارن، خب ندارن اینا رو. من فکر میکنم که اگه این آیین مقدس بیاد جایگزین بشه، فکر میکنم همه این مشکلات بقولی از بین خواهد رفت، چرا که اونا ما فکرمون برای خب تو آیین بقولی مقدس بهاییت صلح و دوستی هستش، بقولی کاری به سیاست ندارن. در کجا میتونه یک دلیل از که کتب بهاییت بگید که در کجا اینا صلح دوست هستن؟ خب مشخص شما تا به حال اصلا دیدید که تو آیین بهاییت جنگ و دعوایی باشه، در صورتی بین اسلام و آیین بقولی بین مسلمان این کشتار، این همه فساد ما، این همه مشکلات تو ایران. خب من فکر میکنم شما فکر میکنید که این آخوندا مسلمانن؟ شما فکر میکنید این آخوندا مسلمانن؟ ببینید حرف من سر این فساد مالی که تو این حکومت آقای عزیز داره. دوست عزیز، ما میگن یک مسئله هست، میگن گوش کنید، صحبت منو گوش کنید لطفاً. میگن توی یک جمعی نشسته بودن، از سر شب تا صبح داستان لیلی و مجنون رو تعریف میکردن. دمدمای صبح یکی مثل شما بلند شد گفت که این لیلی نر بود یا ماده، یعنی زن بود یا مرد بود. این حکایت شماست. ما 8 ساله که در اینجا داریم میگیم بابا جان این آخوندا مسلمان نیستن، این عقیده اینا عقیده اسلام نیست، کارایی که اینا میکنن ربطی به اسلام نداره. و 8 سال بعد آقای محترم 8 سال بعد شما پا میشید میگید که والا اینا نه تقصیر اسلام، تقصیر مسلمان. کی گفت اصلا اینا اول مسلمان بودن اینا رو ثابت بکنید. ما 8 سال کافر بودن اینا رو ثابت میکنیم، خونخوار بودن اینا رو ثابت میکنیم، فساد اینها رو داریم ثابت میکنیم، بیدینی اینا رو داریم ثابت میکنیم، خونخواری اینها رو داریم ثابت میکنیم. من میخوام بگم آقای انصاری کسی میتونه جایگزین بشه که آیین مقدس بهاییت بیاد جایگزین بشه؟ فقط همین میتونه. آیین مقدس بهاییت حالا در زمان شاه شما خیلی رول داشتید، مثلا در داخل ایران، در حکومت، در همه جا. چه دست گلی به آب دادید در اون موقع؟ چرا میفرمایید آقای انصاری؟ شما اصلا تاریخ بهاییت خوندید ببینید که آیا اینا تو اصلا بین خودشون به قولی اصلا تو آیین بهاییت جنگی دعوایی بوده تا بین مسلمان‌ها؟ من سوال منو جواب بدید. در زمان شاه شما بودید، در حکومت هم بودید، در وزارت هم بودید، در همه ارگان‌های دولتی نقش داشتید، کسی هم شما رو زندان نمی‌کرد، کسی شما رو نمی‌کشت. در اون موقع به من یک چارت از انجازاتی رو، از دستاوردهایی رو که داشتید برای ملت ایران بفرمایید تا بگیم که الان بعد از این آخوندا شما بیاید سر قدرت. شما ببینید همین آیین بهاییت، سوال من رو جواب بدید. آیین بهاییت رو بذارید کنار. همین آقایون بهایی که در حکومت بودن، من خب ادعای من اینه. ببینید نه، ادعای باطل هر کی میتونه بکنه. آقای محترم بیننده گرامی، آقای انصاری شما ادعا میکنید باطل. خب ادعای شما که دلیل بر جواب سوال من رو بدید. در زمان شاه آزادی داشتید، حریت داشتید، در ارگان‌ها بودید، کارخونه دستتون بود، یعنی هیچ مشکل هم در داخل ایران
شما باش مواجه نبودید. یکی از دستاوردهای آیین بهاییت در زمان شاه رو برای ملت ایران بگید که شما چیکار کردید، چه دستگلی به آب دادید. من اگر در مورد مسلمان ها میخواید صحبت بکنید در همین عصر حاضر، من نمیخوام در تاریخ کنکاش بکنم بگم حالا فلان خلیفه اینطوری بود و فلان سلطنت و فلان امپراتوری اسلامی اینطوری بود. در همین زمان، در همین دوران، آقای محترم گوش کنید، در آیین مقدس بهاییت شما انقدر بهتون ادب یاد ندادن که کسی که داره صحبت میکنه وسط حرفش نپری؟ گوش کن برادر عزیز. آقای محترم گوش کن. شما آیا ادب گوش کن آقای محترم گوش کن. من دارم به شما چی میگم؟ من سوال خیلی ساده میگم یکی از دستاوردهای این آیین بهاییت در زمانی که حریت کامل داشتید، آزادی داشتید، وزیر داشتید، رئیس داشتید، فرمانده داشتید، کارخونه داشتید، مراکز داشتید در ایران، چه دستاوردی برای ملت مظلوم ایران در زمان شاه شما داشتید که یک نمونهش رو برای من بیان بکنید. اما در مورد مسلمان ها که ما اینا رو مسلمان نمیدونیم، اگر اینا رو مسلمان نمیبودیم اینجا نمی نشستیم برای اینا صحبت نمی کردیم. این اولا. ثانیا اگر بخواید که دستاورد مسلمان ها، این باز دوباره وسط حرف من پریدید. آقای محترم گوش کن. مطالعه داشتید در آقای محترم گوش کن دوست عزیز. من فولدر کامل در مورد بهاییت اینجا الان تو کامپیوترم دارم، در مورد مسیحیت، بهاییت، یهودیت، هر دین و مذهبی که میخواید صحبت بکنید. گوش کنید دوست عزیز. آقای محترم من تشکر میکنم از شما. گوش کنید. اما مسلمان هایی که حالا تا یک اندازه‌ای پابند به دین بودن، ما دیدیم که در مالزی چطور تونستن احزاب اسلامی در مالزی، یک کشور فقیر، یک کشور گدا، یک کشوری که محتاج بود رو تبدیل به یکی از اقتصادهای موفق جهان بکنن. یک نمونه در ترکیه دیدیم که احزاب اسلامی که حتی ادعای اسلام هم نکردن، ادعای تطبیق شریعت هم نکردن، اما انسانهایی معتقد بودن، پابند اصول و اخلاق اسلامی بودن، تونستن در ظرف کمتر از 2 دهه ترکیه رو از یک کشور فقیر در به در محتاج بدهکار بانک جهانی تبدیل بکنن به یکی از کشورهایی که جزء برترین اقتصادهای دنیا الان هست. عضو گروه 20 هست که جزء یعنی موفق ترین اقتصادهای دنیا هست و در آینده طوری که برنامه دارن اگر به همین منوال پیش بره میتونن که جایگاه اول یا دوم و سوم رو در جهان بگیرن. مثل این نمونه‌های زیادی ما داریم. آخوندها چیکار کردن در ایران؟ بعد از 40 سال چه دستاوردی داشتن برای ملت ایران؟ یا شماها چیکار کردید؟ شما بهایی‌ها که این همه ادعا دارید چیکار کردید در ایران؟ نشون بدید یکی از کارهایی که کردید در ایران. این که حتما باید سر قدرت بیاید شما خدمت بکنید؟ مثلا در همین ترکیه وقتی که مسلمان ها اومدن در انتخابات شهرداری برنده شدن، خدمت را از شهرداری شروع کردن. شما در زمان شاه قدرت هم داشتید، همه امکانات هم در دستتون بود، چی کار کردید در اون زمان؟ به کجا رساندید ملت ایران رو؟ شما یک گروهی هستید که نصارا و یهود شماها رو ساختن در بین مسلمان ها مانند یک غده سرطانی و بین شماها و بین این آخوندا هیچ فرقی نیست. دو روی یک سکه هستید. اینا رو ساختن چون اینا نتونستن اون اهداف اونها رو پیاده بکنن، هر موقع هم دلشون بخواد اینا رو میزنن کنار و شما هم که بیایید حرف بهتر از اینا نخواهید داشت برای ملت ایران. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. خوب هستید آقای انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من داریوش هستم از تهران، مزاحم خدمتتون. آقا داریوش، در مورد برنامه موضوعاتی که در برنامه مطرح شد اگر صحبت کنید آقا داریوش ممنونتون میشه. بله، شما صحبت خیلی خوبی کردید. ترکیه واقعا پیشرفت کرده. حالا قابل توجه بینندگانی که ترکیه نفت داره نه گاز، اینو خیلی باید دقت کنید، برخلاف ایران که هم نفت داره هم گاز داره
ولی با مدیریتی که ترکیه تونسته به یکی از کشورهای قدرتمند خاورمیانه تبدیل داریوش بشه. مشکل اینجاست، میدونید که مشکل اینجاست که ایران کیک و ساندیس داره و ترکیه نداره. این مشکل اساسی است. بله خیلی مهمه واقعا. مردم باید بدونن، یعنی اون انقلابی که سال 57 صورت گرفت انقلاب کاملا اشتباهی بود. اگر خاندان پهلوی الان بود وضعیت ما نداشتیم. شما نگاه بکنید اون پیشرفته‌ای که زمان خاندان پهلوی صورت گرفته، اولین دانشگاه ایرانو رضاخان افتتاح میکنه، راهن ایرانو ایشون میاد میسازه، ولی متاسفانه رژیم فقط صبح تا شب از بدی خاندان پهلوی میگه. الان تظاهرات میشه، مردم میان خیابون میگن رضا شاه روحت شاد. اینو میخوام بدونم بینندگان، مردم فهمیدن که برنامه‌های شما به مردم بگه بالاخره ما الان این همه میان بیرون، این رژیم باید بره. کی باید بیاد اگه این رفت؟ من یک نکته رو خدمت شما بیان بکنم آقا داریوش. والا من تعجب میکنم که یعنی چقدر زود قبله مردم از آخوند و اطلاعات به نظام پهلوی عوض میشه. واقعا چه جالبیه. به هر صورت در مورد اینکه کی بیاد کی نیاد، ملت ایران خودشون بهتر میدونن که کی بیاد کی نیاد. من تا یک نکته رو اینجا خدمتتون بیان کنم آقا داریوش، یک نکته رو بیان بکنم. ملت ایران یعنی هیچی نمیدونستن از واقعیت هایی که وجود داره، همینطوری بلند شدن قیام کردن همه ملت. خب ببینید آقای انصاری، متاسفانه آخوندا همون موقع هم با وعده‌های فریبنده، نه وعده‌های فریبنده که بد بود، وعده‌های فریبنده بد بود، وعده‌های فریبنده آب و گاز و نفت رو مجانی میکنیم و نمیدونم اتوبوس رو مجانی میکنیم، اینا وقتی بود که خمینی اومد و خلاصه حکومت دستشون بود. قبل از اون ملت ایران برای چه قیام کردن؟ ببینید وقتی که یک کسی بیاد به مردم دروغ بگه، مردم رو دعوت کنه به شورش، حالا سرویس های جاسوسی شوروی اینا فعال بودن علیه شاه و اینا رو من کاری ندارم، ولی ببینید شما میگه من همین یک سوال از شما بپرسم آقا داریوش، من نمیدونم شما در اون موقع به دنیا آمده بودید یا نه. امتیاز نفت ایران در دوران شاه به دست چه شرکت هایی بود؟ ببینید امتیاز، خب ایران اون موقع کسی رو نداشت تولید بکنه، مجبور بود به شرکت‌های خارجی کار بکنه. شما چرا نه من از کار کردن نمیگم، من از کار کردن، خیلی شرکت‌های خارجی در خیلی از کشورها کار میکنن. من میگم امتیاز نفت ایران، سوال منو متوجه بشید، دست چه شرکت‌هایی بود؟ شرکت‌های امریکایی خارجی. مثلا مشکلی نداره. چرا باید امتیاز نفت یک کشور دست اونها باشه؟ چرا امتیاز نفت یک کشور بود؟ دادم به میفروختم، پولش رو استخراج میکردم. یه چیز مرسومیه تو دنیا های انصاری، من تعجب میکنم. یک شرکتی میاد، یک شرکتی میاد در مقابل مبلغی معین میاد نفت یک کشور رو استخراج میکنه، امتیاز این نفت برای ملت است، ملی است. اما یک شرکتی میاد کلا اختیار نفت و گاز یک مملکت رو میگیره و به این مملکت چیزی نمیده، اونم چیزی اگر بده چیزی بخور نمیری که به درد ملت نخوره. خب ملت ایران از این وضعیت، آقای محترم، ملت ایران از این وضعیت به تنگ اومده بودن که قیام کردن. شما فکر میکنید در زمان شاه فقر نبود، بدبختی نبود، زاغه‌نشینی نبود، در حاشیه تهران و شهرهای بزرگ مردم با چه وضعیتی زندگی میکردن؟ از اون اطلاع دارید آقا داریوش؟ ببینید همیشه تو همه کشورها این چیزا هست، فقر هست. مهم اینه که داشت پیشرفت صورت میگرفت. این پیشرفت رو آخوندا متوقف کردن و شما الان داری حرف آخوندا رو تکرار میکنه. این خیلی عجیبه. عجیب اینه که مردم دارن تو خیابون میگن رضا شاه. آقا داریوش، مانع، من خدمتتون عرض کردم، مانع اصلی پیشرفت کیک و ساندیس بود که حالا موقعی که برسه خب خوب مردم طرفداری میکنن، موقعی که نرسه بعد سر صدا را میندازن. بر صورت همون بدبختی رو که شاه سر ملت ایران آورده بود و مردم بر علیش قیام کردن، همون بدبختی رو همین آخوندا سر ملت آوردن. من تعجب میکنم از ملتی که
چرا فریب خوردن مردم فریب و چرا دوباره دارن فریب میخورن و چرا دوباره دارن فریب میخورن و چرا دوباره دارن فریب میخورن. ببینید رژیم آخوندی با حکومت پهلوی فرق میکنه. حکومت پهلوی داشت سوی پیشرفت و آبادانی چه فرق میکنه آقای محترم؟ چه فرق میکنه؟ اونجا نظام پهلوی بود، نظام اشرافی، نظام سلطنتی، شخص شاه بالا بود. گوش کن آقای محترم، من قطعت میکنم که گوش بکنی. نظام شاه در رأس شاه بود، ولیعهد بود، وزرا بودن، همه اختیارات دست شاه بود، میخوردن، میریختن، میشکستن، هر بلایی هم سر ملت میآوردن. کسی جرئت نداشت بگه بالای شما ابروست. مگر چه تغییر کرده در ایران؟ شاه اسمش شده خامنه ای، ولیعهد اسمش شده مجتبی خامنه ای. همون کابینه، همون خورد و برد، همون فساد، همون بدبختی، همون بیچارگی. چی چیز تغییر کرده در ایران؟ کسی جرئت داشت که شاه رو عوض بکنه؟ نه. کسی جرئت داره خامنه ای رو عوض بکنه؟ نه. شما ملتی هستید که هم شاه شما رو فریب داده، همین آخوندا فریب دادن و کسانی که بعد از اینا هم بیان اگر همین عقل و منطق رو داشته باشید، آقا داریوش و امثال شما، دوباره فریبتون میدن. اگر همین عقل و منطقتون باشه، کسانی که بعد از رژیم آخوندی هم بیاد شماها رو فریب میدن. مگه چی چیز تغییر کرد در ایران؟ همون سلطنتیه، هدی اسم عوض شده، اسم فقط عوض شده جمهوری اسلامی ایران، بس اسم عوض شده. سلطنتیه، مگر اینا الان سلطنتی نیست؟ کسی جرأت داره خامنه ای رو عوض بکنه؟ کسی جرأت داره بر علیه خامنه ای صحبت بکنه؟ کسی جرأت داره در مورد خامنه ای انتخابات را بندازه؟ نه. شما ملتی هستید که شما هم فریبتون داد، بر گردهاتون سوار بود، الان آخوندام همین کارو دارن میکنن و اینایی که بعد از اینا میان همین کارو میکنن. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام باشید. سلامت باشید. شبکه وصال. وصال حق، بفرمایید. میتونم با افتاری صحبت کنم؟ بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. خوب پخش نمید. خب الان گوش کنید، پخش میشه انشالله. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید. تو نازید. الحمدلله، شما خوبید؟ الحمدلله، خدا رو شکر. آقایون شاید بعد برنامه زنگ بزنم. مشکل نیست، انشالله بعد از برنامه تماس بگیرید، در خدمت شما خواهم بود. به چند دقیقه؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه؟ بعد از برنامه مباشرتا انشالله. خوب ماله. تشکر از شما، خدا نگهدار. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم مجددا استاد بزرگوار آقای انشالی. علیکم السلام و رحمت الله. مجدد اومدم، اگه اجازه بفرمایید خطیب بخونم خدمت این داریوش و اون که توهین کرد و لعن کرد. خواستم خدمتشون بگم که شما این هستید. خدمت شما عرض کنم استاد بزرگ، اینا تاریخ مملکتشون هم نخوندن که از کی به تشیع روی آوردن و به تشیع دچار شدن. نمیفهمن که از صفویه ایشون دچار شدن 500 ساله، 1400 و خورده ای سال از اسلام میگذره، اما 500 سال دچار خرافات و بدبختی و گرفتاری شدن که هیچ حالیشون نیست و تاریخ ما قبل همین جمهوری اسلامی هم نمیدونن. 80-90 درصدشون. استاد عزیز، من خطه شریف میخونم، مسبب اوقات شریف نمیشوم. به نام الله شاهد عالمیان، ستایش تو را پاک پروردگار، بپروردیوان را در این روزگار، نمایمودی به راهی درست، نه راه خرافات و بیپایه سست، وگرنه برفتیم بیان سمت سوی باریک راهی و بی آب و روی، ز اوضاع آشفته و این گیر و دار، به سنت تو دادی صبر و قرار. همه نیستند آن که هستی توی، همه نیستند آن که هستی توی، که دنیا پرستان ز مغزن توی، تعقل نوردند و تدبیر و هوش، گرفتار جهلن تعصب خروش،
ز افراد گرایان محدود مغز نشاید سخنهای نیکو و نقد. گرفتار فهم و خیالند و بی بخردی، کجندیشی آموختند و بعدی. همه در پی کسب و جا و مقام و منال، نگویند روزی که آید زوال. تو گویی چه اندیشه دارند به سر، در این امریکا و بس روز زود گذر. دروغ پایه فکر و اندیشهشان، ریا ریشه کسب و هم پیششان. تظلم به نزدیک و بیرا رواج است، به هوشیار و دیوانه را. به مخلوق بیچیز و بیچاره را، به پیر و جوان طفل گهواره را. همه در نبردند به بقا، نه پروایی باشد ز خشم خدا. استاد انصاری تا زمانی که اینا به قبل از صفویه بر نگردند و به پای عرفا و علما و ادبای زمان از قبل صفویه که 900 که سال 9 هجری که قرن 9 هجری برقرار بود و صفویه 2 تا عالم از بعد لبنان آورد و 4 تا کتاب به نام کلینی و خمینی و مجلسی و نمیدونم توسی و اینا نوشت. نمی شود این مملکت هم خوب نخواهد شد مگر به سنت نبوی اصلیشون و اجدادشون برگردن. نگاه کنید کشورهای کنار ما کوچک بس راه سنت خدا داره، آب زمینشون آب داره، نه رودخونه دارن، نه سد دارن، نه کشاورزی دارن، ولی از همه نعمتها برخوردارن. اما این مملکت سرشست تمام نعمتهای زمینی، آسمانی، بارندگی، غنایم سرزمینی از گاز و نفت خوابیدن، اما همیشه در گرفتاری و فساد و بدبختی گرفتارن. تا برنگرده به قبل از صفویه هیچ وقتی مملکت روی خوش به چشم نخواهد دید. خدا یار شما باشه. من از دل دردم عرض کردم خدمت شما که عده‌ای اگر کور و کرم ببینن و بشنون لا تغیروا الا بانفسهم. هر کشوری هر شخصی تا خود سرنوشت خودش عوض نکنه غیر ممکنه این سرنوشتش عوض نخواهد شد. این آیه شریفه قرآن کریمه که گفته لا تغیروا الا بانفسهم. السلام علیکم استاد، ممنون و متشکر از وقتی که به من دادید. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام انصاری، خسته نباشید. عباس هستم، ایران تماس گرفتم. آقا عباس عزیز بفرمایید. حالا شما من نظر کنم آقا عباس تماس شما اشکال داره، صداتون قطع و وصل میشه، اگر جاتون عوض بکنید. باشه من دوباره تماس میگیرم. باشه. تماس بعدی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو سلام استاد. سلام و رحمت الله. تو خط هستم. شک دارید؟ من این صحبت داشتم. صدا میشنوی؟ بله خودتون رو معرفی بکنید، از کجا تماس میگیرید؟ بله اسفندیار هستم. آقای؟ اسفندیار چاقالو. آقای اسفندیار در مورد عقیده آخوندهای شیعه در مورد قرآن کریم اگر صحبت بکنید ممنون میشیم از شما. بله ممنون میشه. من ابتدا این جواب آقای داریوش خان که برگشتن گفتن قبل از انقلاب ما نمیدونم چی داشتیم و الان نداریم و فلان و بسار. ببینید حرف شما کاملا درسته. ما نه از اون رژیم خیر دیدیم نه از این رژیم. حرفتون کاملا درسته. دیگه ادامه نمیدم چون وقت نمیخوام بگیرم. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله بفرمایید. مهرداد هست از تهران. آقا مهرداد از تهران. آقا مهرداد در مورد تحریف قرآن عقیده‌ای که آخوندها بهش معتقد هستن اگر صحبت بکنید. باشه چشم. فقط من قبل از اون یه مسئله‌ای بگم. نه آقا مهرداد اول در مورد عقیده آخوندها در باب تحریف قرآن صحبت بکنید، بعد از اون هر مسئله‌ای که دارید انشالله میشنویم. میشه راجع به تحریف در کتاب اقدس برای من صحبت کنید که شما به جامعه بقایت توهین میکنید؟ منم الان
من خیلی محترمانه دارم با شما صحبت من توهین می‌کنم. نکردم. کجا توهین کردم؟ کجا توهین کردم؟ کجا توهین کردم؟ چرا شما توهین کردید؟ ببینید من از زبان علما شنیدم، علمای شما شنیدم که گفتن ما با بهاییت در این مسائل مشترک هستیم و میتونیم باشون همکاری کنیم. ببین مسلمان میتونه با یک کافر، با یک ملحد، با یک بیدین، با یک نصارا، با یک مسیحی، با یک یهودی در جایی که قضیه بشریت باشه، قضیه سیاسی باشه، قضیه اقتصادی باشه، چه اشکالی داره که با هم همکاری بکنن؟ درسته. خب الان کجا من به شما توهین کردم؟ به بهاییت کجا توهین کردم؟ شما اصلا جامعه بهاییت رو بردید زیر سوال. آقای محترم ببین، توهین کردن چیز دیگه است، زیر سوال بردن چیز دیگه است. شما لطفا این واژه‌های ادبیات فارسی رو جابجا نکنید. توهین، زیر سوال بردن. انسان حق داره هر کی رو زیر سوال ببره. دوست عزیز، انسان حق داره هر کی رو زیر سوال ببره. این به معنی توهین نیست. من الان میتونه سوال زیر سوال ببره. بفرمایید. شما چرا به بیننده ها بی احترامی میکنید و تماساشون رو قطع میکنید؟ من میگم دلیل. شما گفتید عصبانی نشید دوست عزیز. آقای محترم ببینید، آقا مهرداد عصبانی نشید. عصبانیت ضرر داره به بدنتون، به عقلتون، به روح. خب این عصبانیته. میگن یک کسی مثل شما رفته بود پیش دکتر گفته بود تو اعصابت مشکل داره، شروع کرده بود به سر صدا کردن و زدن دکتر. گفت خب این اعصاب خرابیه، شما مشکل عصبی دارید دوست عزیز. من نه توهین کردم نه توهین کردم. توهین نمی‌کنم ولی الان خیلی آقای محترم، آقای مهرداد همه رو میبرید زیر تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. خیلی میبخشید. هر کسی که با دلیل هر تهمتی میزنید، هر حرفی میزنید، دلیل داشته باشید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم برادر عزیز و ارجمند. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید. حاجی آقای گل بفرمایید. آقا محمد عزیز بفرمایید. الحمدلله. فدای تو بشم. یک. دوم من قربونت برم. سه. چهار من میخوام یه چیزی بگم. من حالا مدت تماس گرفتم. بفرمایید. اینا رو با اون کارهایی که اینجور ظلم میکرد، شاه اینجور جنایت میکرد، شاه خیلی کارهایی نیست دیگه هم کرده، این یه دونش هم نکردن. عزیز چجوری شما از این چون داد و این فریبتون داد؟ نه، اون ما رو فریب نداد، ما خودمون کردیم. لعنت بر خودمون باد. این اومده سر ما رو کلاه گذاشته، دروغ گفته، علم که نداشتیم ما. ولی اون باید یا اینقدر باید مرد میبود مملکت چه نگر میداشت، نباید بدون کرد میرفت مردش نبود. و اگر نه شما ببین چه کشتاری که بدن اونا میکنن. بفرمایید آقا محمد. آقا دیدم گرفت این مطلب ها رو. ظلمایی که اینا کردن 1% رو شاه کرد. درست. چه در ایران چه در کشورهای دیگه. وقتی میاد مردم و اون به قول خودتون اون موقع مردم همه گمراه بودن، نادان بودن. مثلا این بیاد بگه برقت مجان، چیز فکرش میکرد؟ ایران فکرش میکرد شرف انجیزاده به توق بگه به مردم، فکرش میکرد. ولی برای فهمیدن که چیه کی شد. درست. از شما هیچ وقت ظلم‌هایی که این کرده، جنایت‌هایی که اینا کردن، چه کشتارهایی در محرم خود بهتر میدونی. از شاه ما رو فریب نداد، ما نون شکنمون رو وقت میداد.
از سیری اومدیم یه قتل کردیم که دیگه جبرانش هم فقط خدا باید این کار بکنه، جبران کنه. مگه چی؟ ظلما اینا رو بگشتا و یکی کن. حالا من نمیخوام حمایت بگم شاه خوب بود، نسبت اعمالش نسبت به اینا فرق از زمین تا آسمون هفتم. درست. چه کارهای مثبتی کردن، چه کار مثبتی اینا انجام دادن جز اینکه مردم رو کشتن، جز اینکه کشورهای دیگر. اگر آقا محمد اگر قضیه مقایسه باشه، شاه 1000 مرتبه به اینا شرف داشت، چون که شاه حداقل اگر کاری کرد مردم را اخلاقشون رو فاسد کرد یا اقتصاد کشور را خراب کرد یا هر کاری که کرد. اما اینا آمدن هم اخلاق، هم دین، هم عقیده، هم کشور، همه چیزو به گند کشیدن. خب منم همینو دارم میگم، فدات بشم من. درست. قربونت برم، من میگم شما میگی اونم فریب داریم، نه ما یه غلطی نباید میکردیم که کرده را تدبیر نیست. یه دوباره میشه که ظلمایی که اینا در دنیا کردن الان خیلی ها دارن مثلا از اسلام بعدشون میاد بیان یک دونه از این ظلمایی که اینا میکنن در قرآن بیارن ببینیم هست، ما هم دست از این برداریم. درست. پس این اسلام نگفت، اینا رو اسلام رو نابود کنن. پس این نیست که بگیم اونم فریب داد، اینم فریب داد، اونم ظلم کرد، اینم ظلم کرد. 100 تا مثل انگوش کوچه زلیه نمیشن، 100 تا از این همون به سر انگوش شاخ نمیشن. ما فریب خودمون فریب بدیم. کی فکر میکرد یک روحانی بیاد ظلم کنه، دروغ بگه به مرد؟ پس این شاه نسبت به اینش ظلمی نکرده. فدات بگردم من از این که میگه آخونده میگن تعلق، من که برنامه رو نمیدونم چی بود. حالا بعد از مدفعات ما گرفتم ماسم با درد دل کنم منتقل نشد دیگه. از این که میگه اینا گفتن قرآن تعریف، اینا دیگه هر چه اگه نگن باید تعجب کنی. فدات بشم من. درست. اگه نگن باید تعجب کنی. قربونت برم من. فدات بشم. فقط الله اینا رو نابود کنه و نفسش از زمین برداره. ایشالله به زودی بدون اینکه خونی ریخته بشه خدا اینا رو از زمین برشون داره. آمین. ما رو هم ببخشید که هم به خودمون ظلم کردیم، هم به نسل‌های آینده خودمون. درست. قربونت برم. موفق و مؤید باشید. الله مدد. قزوینی هستم از تابانا. خدا نگهدارت. من که قابل نیستم آخوندا پیشمرگت بشن. شبت بخیر و شادی. قربانت تا یک بار دیگه زنگ بزنم حسابی با درد دل کنم. فدات بگردم من. سلامت باشید. الله مسلمتون کنه. شب شما بخیر. زنده باشید. حالا خیلی از بینندگان ما شاید در مورد بهاییت اطلاع دقیق نداشته باشن. من اتفاقا دیشب برادرمون حسن شمرانی کلیپی رو برای من واتساپ فرستاد، خیلی جالب بود. بعد بهشون گفتم که حتما در برنامه موسیقی این کلیپ رو نشون میدم. حالا این صحبت در مورد بهاییت شد. یک تشابه عجیبی بین عقاید بهاییت و عقاید تشیع وجود داره. اصلا این بهاییت و اینا تفاله های مذهب تشیع هستن. اینا قرآنیون که میگن خودشون رو در ایران، یا این جماعت سروش، جماعت شریعتی، اینا همه تفاله های مذهب تشیع هستن. مذهب تشیع و دین تشیع خودش مانند یک غده سرطانی، مانند یک ورم خبیث، مانند یک گندی که در محیط اسلام، در جامعه اسلامی غیر از بدبختی و فساد و بیبندوباری و بیدینی و رخنه کردن در اساسات دین کار دیگری نداشته. حالا همین تشیع از خودش یک گند دیگری در آورده به اسم بهاییت، بابیت. وجوه مشترکی بین اینها وجود داره که واقعا انسان تعجب میکنه. مثلا اینا میگن که حضرت بهاءالله به اسلام مرشد اینها، مؤسس مذهب اینها، این پیغمبره. میگن این پیغمبره و همچنین میگن که خب حضرت محمد هم پیغمبر است، اما اینم پیغمبره. دقیقا همون حرفی که تشیع در مورد سیدنا علی میزنن. میگن که اول قرار بود حضرت علی پیغمبر بشه، بعد منتها چیکار شد؟ جبرئیل اشتباه کرد و وحی به جای اینکه به علی ببره به محمد صلی الله علیه و سلم برد، و اما علی همون مکانتش وجود داره. به خاطر همین حضرت علی رو از همه انبیا برتر میدونن.
من اگر که این رو با دلیل خدمتون نشون بدم، فرقه هم هستن که اینها اعتقادشون بر این بود که اینها میگفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اندازه شبیه به علی بود که خلاصه نشناخت جبرئیل، وقتی که اومد اشتباه کرد و به جای اینکه بیاد وحی رو به سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ببره، وحی رو چیکار کرد؟ به بله اینجاست. این در کتاب الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزایری. دوستان نشون بدن این کتاب رو. بله اینجا فرقه از شیعه هستن که گفتم شیعه اثنا عشری جامع الخرافات همه این فرقه هستن. قالوا محمد به علی اشبه من الغراب بالغراب، محمد به علی چنان شبیه بود مانند شباهت کلاغ به کلاغ و ذباب به ذباب و مگس به مگس. یعنی شما دو تا مگس رو کنار هم دیگه ببینید، اینو پرواز بکنن پس دوباره بیان بشینن، شما نمیتونید فرق بکنید که کدوم مگسی است که طرف راست بود کدوم مگسی است. میبینید با هم دیگه مگس ها خیلی شبیهن. ببینید توهین به پیامبر و به علی. محمد به علی چنان شبیه بود که کلاغ به کلاغ و مگس به مگس شبیه است. فبعث الله جبرئیل الی علی، الله متعال جبرئیل رو به علی فرستاد، یعنی قرار بود علی پیغمبر بشه. فغلط جبرئیل فی تبلیغ رسالت، جبرئیل غلط کرد در تبلیغ رسالت. من علی الی محمد، از علی به محمد. قال شاعرم، که شاعرشون میگه غلط الامین ان حیدر و فیلعنون صاحب الریش، یعنی جبرئیل میگن که امین یعنی جبرئیل علیه السلام اشتباه کرد در تبلیغ رسالت و لعنت میفرستن به صاحب ریش یعنی جبرئیل. امروز از هر شیعی که کمی از دینش اطلاع داشته باشه بپرسید که کی برتر است، علی یا انبیا، میگه که علی برتر است. این یکی از، چون در اصل بهاییت فرزند نامشروع همین تشیع است، به خاطر همین تشابه زیاد بینشون موجود است. شخصیت پرستی، همون شخصیت پرستی که در دین تشیع است، همون شخصیت پرستی در نزد بهاییت است. اعتقاد به مهدی موعود، این بهاءالله به اصطلاح عقیده دارن که این منجی بشریت هست. این منجی، اما منجی که شیعیان بهش اعتقاد دارن که حضرت مهدی که در آخر از زمان میاد طبق اعتقاد اینها، امام زمانشون. و همین رو کمی عجله کردن بهائی‌ها، گفتن نه این منجی زودتر اومد، یعنی قبل از موعد اومد. و آخوندا وقتی دیدن که بازارشون داره کساد میشه، شروع کردن بر علیه بهائیت مبارزه کردن. و الا همه فرزندان مشروع یک بطن هستن، بطن خبیث عبدالله ابن سبع یهودی. قضیه انکار ختم نبوت دقیقا همون عقیده‌ای که تشیع دارن. میگن بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشد، جبرئیل ارتباط داشت با فاطمه، بعد با علی تا امام 12 و وحی قطع نشده، رسالت به اکمال نرسیده، دین در آخر از زمان تکمیل میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نتونست رسالتش رو تبلیغ بکنه. ببینید وجه تشابه زیاد وجود داره. میگن که خداوند در جسم بهاءالله که مؤسس مذهب بهاییت است حلول کرده، یعنی هم خداست و هم بشر است، هم بشر است و هم خداست. اگر بگی خداست درسته و اگر بگی بشر است درسته. دقیقا همون اعتقاد تشیع. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی عمل سایه خدا را، نه بشر توان تو را گفت نه خدا توان تو را خواست. متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. شاعرشون شعرانی است فکر کنم، همین شاعر معاصر است. این اعتقاد تشیع امین است. من باورم نمیشد که یعنی
اعتقاد علمای اینها هم این باشه. بعد از این کتاباشون رو مطالعه کردم، حالا شاید در کتابای قدیم حالا همچین مطالبی رو آورده باشن، خیلی نباید جدیه. تا اینکه این کلیپ رو استاد حسن شبرانی برای من دیشب فرستادن، بعد نماز صبح بود، که جالب است، طرف میاد با وقاحت تمام این عقیده رو بیان میکنه. یعنی تعجب کردم، این اولین آخوندی است که با صراحت داره این عقیده رو بیان میکنه، قضیه حلول. یعنی همون دقیقاً همون اعتقادی رو که بهایی‌ها دارن که خداوند در بدن علیه بالله حضرت بهاءالله شون حلول کرده بود، همین اعتقاد رو تشیع دارن. چه وجوه مشترکی بین این دو مذهب باطل هست؟ این فرزند نامشروع این و این فرزند نامشروع یهودیت همه با هم از یک چشمه آب میخورن و ببینیم که اکثرا مراکز اینها فعلا در کجاست؟ در اسرائیل هست. کلیپ رو با هم ببینیم. یک قصیده‌ای داره ملا مهر علی خویی رضوان الله علیه، میگه ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. میگه این علی است، چه علیی، چه بشری، این چه بشریه؟ ربه فیه تجلا و ظهر، خدا در وجود امین علیه السلام تجلی کرده و ظاهر شده. روزی که خلق کرد علی را به صورت ناز، خدای را همه دیدن در میان لباس. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر کل من مات ولم یعرفه موته موت حمار و بقر. هر کس که بمیرد و علی نشد. کلیپ کوتاه بود که هر کس که بمیرد و علی رو نشناسد مانند الاغ و گاو مرده است. خداوند وقتی که علی رو خلق کرد، مردم خدا رو در لباس بشر دیدند. دقیقاً همین اعتقاد رو بهایی‌ها دارن که حضرت بهاءالله شون این چی از خداوند در وجود او تجلی کرده، بخاطر اون میپرستن اون رو، خونش و آثارش و هر کدوم از اینها چه تشیع کتاب‌های مقدسی دارن، شخصیت‌های مقدسی دارن در مقابل مقدسات اسلام. اونام دقیقاً همین مقدسات رو در مقابل مقدسات اسلام درست کردن. اصل و اساس هر دوتاشون از یهود و نصاراست، دقیقاً اینا رو هم یهود و نصارا ساختن. پس دعوا بین تشیع و بین بهاییت دعوا سر اعتقاد نیست، همه از یک جا سرچشمه میگیرند. مشکل در این است که اینها اومدن قبل از موعد اومدن قضیه منجی رو مطرح کردن و این آخوندا میخواستن چند هزار سال دیگه هم جیبای مردم رو به اسم منجی عالم بشریت خالی بکنن. اینا پیش دستی کردن و هر کم که در ایران پیش دستی بکنه در قضیه مهدویت و منجیت و اینا، همین بلا رو سرش در میارن. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بکنید، از کجا تماس میگیرید؟ من اصغر هستم از همدان. اصغر آقا، شما در چند دقیقه از محمد تبدیل شدی به اصغر، فکر کنم چند دقیقه بعد میشی اکبر. سبحان الله، شما مثل مار پوست بدل میکنید. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری؟ بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. قطع شد تماسشون. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله. حمید هستم از ایران. آقای حمید. الو. بفرمایید حمید آقا.
من بخواستم یه سوالی از شما بپرسم. شما برای بعد از رژیم ایران آیا برنامه‌ای دارید یا نه فقط می‌خواید انتقاد کنید از وجود این آخوندها و اینایی که دارن خیانت میکنن برای این مردمی که دارن مظلومانه تو این شهرها و حمید جان، ما برای آینده هم بعد از آخونده هم برنامه خواهیم داشت به اسم آن روی سکه. چه برنامه‌ای هست؟ ببین الان همین آن روی سکه، همین آن روی سکه، همین آن روی سکه. بله؟ همین آن روی سکه. همین برنامه که الان دارید میبینید. قطع کردید آقا حمید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشید از محمد آقا. ببخشید من سینم یه مقداری ناراحت است. بفرمایید آقای رضایی. سلامت بشین انشالله. استاد پیرامون این مسئله که چند دقیقه قبل فرمودید که راجع به این که شیعیان ائمه را برتر از پیامبران میدونن و اهل بیت پیامبران رو برتر میدونن و استدلال کرده به سری از اشعار. نمیخوام بگم که برای قرآن میخوام برای این مسئله استناد کنم، ولی قرآن در فضائل اهل بیت رسول خدا در این آیاتی که هست که سلام داده حضرت رب العالمین به پیامبران، مثلا بر حضرت ابراهیم خداوند سلام داده، بر حضرت نوح سلام داده است و سلام علی موسی و هارون، اما به حبیب الله خاتم المرسلین سلام به تنهایی نداده است و رسول الله را با اهل بیتش سلام علی آل یاسین و پیامبر را با اهل بیتش با همدیگه سلام داده است و این بهترین تحیت حضرت رب العالمین است به عباد صالحش، بندگان خوبش که عبد شدن، عبد بودن و ذکر عبدنا و اهل بیت رسول خدا را هم خدای عالم با این سلام و تحیت چیزش یادشون کرده. خب این فضیلت هست، این یک نوع فضیلتی است که به اینها داده شده، برتری نیست. برتری کجا گفته برتری؟ عرض میکنم که حالا ما در اثبات این که برتر از انبیا نیست هستن نمیخوام برای این چیز کنیم. خب ولی الان آقای رضایی خواهشاً من نمیخوام، چون شما بیمارید نمیخوام جر و بحث بکنیم. شما اعتقاد بر این دارید که اهل بیت پیامبر از انبیا برتر هستند یا نیستند؟ اهل بیت منظور چه کسانی؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین. اینها به نص این رعایه اگر ما استناد کنیم که برتر هستند، آیا ما اینجا به گمراه ضلالت افتاده ایم؟ که اگر بگیم علی ابن ابی طالب را خداوند در این آیه به او سلام داده است و در سوره شرح هم فرموده است که به پیامبر علم نه آیا سلام دادن دلیل برتری است؟ خب چه دلیلی برای انبیا را که ما میخوایم امتیاز براشون بگیم در قرآن، چه امتیازاتی براشون؟ ما وقتی میگیم خاتم الانبیا افضل تمام انبیا است. بابا همه انبیا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه اینها رو بر همه عالمین برتری دادیم. یعنی بر چی؟ بر جن و انس برتری دادیم. اما در مورد اهل بیت، در مورد علی، حسن، حسین یک آیه ما در قرآن نداریم که گفته باشه که اینها برتر هستند بر کی؟ بر عالمین. ثانیاً اگر اینجا اومده باشه آل یاسین اگر که شما تفسیر بر این بکنید که منظور آل پیامبر، بنابر نصوص آیات قرآنی یکی از کسانی که اهل پیامبر محسوب میشن جز اهل بیت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین خدیجه، ام المؤمنین رمله، ام المؤمنین زینب، اینا همه اهل بیت پیامبر بودن. چون من الان بگم اهل بیت آقای رضایی، اولین چیزی که در ذهن مخاطب ایجاد میشه همسر محترمه شما هست. هیچ وقت کسی فکر نمیکنه که اهل بیت فلانی یعنی پسر عموی فلانی. متوجه شدید؟ اتفاقاً آقای رضایی حرف با دلیل و مدرک.
در کجای قرآن گفته در کجای قرآن گفته که علی و حسن و حسین و 12 امام شما بر پیامبران برتری دارن؟ اولا که فرمودید که این آیه مشمول میشه همسالان رسول خدا را، درست عکس این نتیجه میده. چون یکی از شرایط اهل بیت این است که طهارت در نسب باید داشته باشند تا بشن زراری رسول خدا و اطرت رسول خدا غیر از اهل بیتشن. اگر در اون آیه هم خب اطرت آقای رضایی شما وارد یک بحثی میشید که آخرش به جهنم منتهی میشه. الان اگر قضیه اهل بیت پیامبر اطرت پیامبر باشه، پس در اینجا فرزندان حسن غیر از علی ابن الحسین، فرزندان حسین غیر از علی ابن الحسین، تقصیر اینا چی بوده؟ اینا چه اطرت پیامبر نبودن؟ جعفر کذاب عموی امام زمان برادر امام حسن عسکری که در کتاباتون بهش میگن جعفر کذاب، شراب میخورده، زنا میکرده، خیانت هم میکرده. خب این مگر ذریه پیامبر نبوده؟ زید ابن علی مگر ذریه پیامبر نبوده؟ یا نه شما فقط این 12 نفر رو اینطوری دلخواه خودتون انتخاب کردید، فقط غیر از اینا بقیه همه فاسق و فاجر بودن؟ یا قرآن رو همه رو قبول بکنید. ببینید من نمیخوام با شما وارد بحث هایی بشم که بارها اینجا شده که فضیلت اهل بیت و فضیلت انبیا، که این برای یک جاهل ترین انسان مسلمانم آشکار است مثل روز روشن که کوچکترین انبیا بر همه اهل بیت فضیلت داره. این اصلا قابل جدال نیست. منتها الان شما با یک عقلی میاد صحبتایی رو مطرح میکنید که واقعا بچهای کوچیک هم بهتون باید بخندن. من از شما میخوام بپرسم که زید ابن علی ابن ابی طالب چه تقصیری داره که این باید جز اهل بیت نباشه؟ مگر ذریه پیامبر نیست؟ تقصیرش این است که وقتی که حضرت ابراهیم به درگاه رب العالمین عرض کرد، بابا جان حضرت ابراهیم نمیگم و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیا زید ابن علی ابن ابی طالب ظالمین بود؟ از جمله ظالمین بود؟ از جمله ظالمین نیست، ولی خداوند میفرماید پس چرا بهش نرسیده؟ زید ابن علی، من دور نمیرم، میم سر ذریه حضرت علی. آیا زید ابن علی ابن ابی طالب ظالم بود یا ظالم نبود؟ شما اقرار کردید که ظالم نبود، پس چرا نباید امام باشه؟ ظالم نبود، ولی خداوند میفرماید من در اولاد حضرت ابراهیم من انتخاب میکنم و من ذریتی، نه همه ذریه من. آقای محترم، بابا جان از شکمتون صحبت نکنید. آقای رضایی این 12 نفر رو کی انتخاب کرد؟ ان الله اصطفى. خب ان الله اصطفى، همین 12 نفر در کجا آمده که همین 12 نفر رو خدا انتخاب کرد؟ دلیلش این است که ربک یخما یشاء و یختار. بابا جان کی انتخاب اسمشون در کجا آمده که یا ایها الذین آمنوا انا اخترنا لكم علیا و ابنیه و سجاده و باقره و جعفر و تقیه و نقیه و امام الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف فآمنوا بهم لعلكم تفلحون. این آیه در کجا آمده؟ شما وقتی که حدیث پیغمبر رو میخوان تشریح کنه برای خلفای 12 گانه میشمارید از ابن معاویه هم هیچ کس از اهل سنت این رو نیورده به نفع اهل سنت اینو تفسیر و تشریح کرده باشه که منظور فلان و فلانی است. غیر از این همین دیروز تو این شبکه نور داشتن همین رو تفسیر میکردن. بابا جان اینو کسی قطعی نگفته، اینو کسی قطعی نگفته. میگن که در ضمن این 12 نفر میشه که ابوبکر و عمر و عثمان و علی باشن. اما نص حدیث این است که اسلام هنوز هم عزیز خواهد بود، مقتدر خواهد بود، با عزت خواهد بود تا اینکه 12 نفر در اسلام خلافت بکنن. این هنوز تموم نشده، تا قیامت ادامه داره. من در مورد شما میخوام صحبت بکنم آقای رضایی. اعتقاد به 12 امام، فقط یک کانال 12 نفری از اهل بیت پیامبر، بقیه همه رو به جهنم میفرستید. 12 نفر رو انتخاب میکنید، این 12 نفر شدن انسانهای خوب، اینا شدن جانشینان پیامبر، افضلتر از انبیا. دلیل از قرآن. این یه تکه که الان بیان فرمودید تلفن من خیلی رفت که میشه دوباره سوال رو تکرار. تشکر میکنم آقای رضایی. سوالم دوباره تکرار میکنم، دوباره تماس بگیرید، وقت بینندگان نگیرید. شما اعتقاد دارید یک کانال 12 نفری انتخاب شدن افضلتر از انبیا، بعد از پیامبر، جانشین، نائب، خلیفه، امام،
و این بر اساس دعای حضرت ابراهیم بود که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، ان الله اصطفى. اینا رو الله سبحانه و تعالی اختیار کرده. در کجا اختیار کرده؟ در جیب چپ و راست شما یا کلینی و مجلسی و عبدالله ابن سبع یهودی؟ کجا انتخاب کرده؟ دلیل. خداوند گفته که یا ایها الناس، این امام علی تا امام زمان اینها هستن همین کسانی که ما اصطفا کردیم، انتخاب کردیم، همینا هستن اماما. همین بدبختی شما بود، چون دلیل ندارید از قرآن، دلیل ندارید از سنت. زیدیه اومدن گفتن زید ابن علی امام است. بعد از امام حسن عسکری 21 فرقه تشیع اومدن گفتن که آقا این گفت فرزندش امام است، اون گفت که عموش امام است، اون گفت که داییش امام است، اون گفت که نوش امام است، اون یکی غلامش امام است، اون گفت شاگردش امام. 21 فرقه شدید. فرق تشیع رو بخونید، بعد از علی ابن ابی طالب 10-12 فرقه شدید شما. چرا؟ چون که هیچ نصی وجود نداشت بر این 12 امام. هر کسی برای خودش یک امام داشت. زید ابن علی شد امام، امام حسن شد امام، امام حسین شد امام، نمیدونم اون یکی شد امام. فرقه کیسانیه اومدن، فرقه نمیدونم فلان اومدن، هر فرقه برای خودش یک امام. هر امامی که میبرد 10-20 فرقه بعد از اون امام به وجود میومد. چرا؟ چون هیچ دلیلی از قرآن، بزرگترین دلیل برای باطل بودن تشیع همین است که هیچ دلیلی از قرآن برای امامت وجود نداره. همش چی است؟ دلایل لایتچسبک. هر چی میکنن که بچسبانن نمیچسبه. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. آیا در مورد آیه توقع میشه خودتون رو معرفی کنید؟ خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ بنده هستم. آقای؟ از ایران. کرمانی. آقای کرمانی. بله؟ بله. بفرمایید سوالتون. بله آقای کرمانی هستم. در مورد آیه 100 توبه اگه بیاریم. آیه 100 سوره توبه، بفرمایید. چه مشکلی دارید با این آیه؟ انا یه دستم آیه رو بله؟ شاید من آیه جلوان نیست. اگه هر موقعی که آیه رو جلوتون باز کردید زنگ بزنید. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، لطفاً احترام بگذارید. کسی 6 ماه داره تماس میگیره وصل نشده. شما آیه جلوش نیست، بعد زنگ میزنه که من آیه جلو. این آیه الان جلوی من هست، احمد جون نشون بده. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. این آیه پیش من باز هست، هر موقعی که فرصت کردید آیه رو باز کردید زنگ بزنید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام، من حمید هستم از ایران. آیه انصاری قطع شد. آقا حمید من قطع کردم، شما صحبتتون تمام شد، چیز خاصی برای گفتن ندارید. نه می‌خواستم بگم الو، من گفتم آن روی سکه، سوال شما رو پاسخ دادم. سوال دیگری هم دارید آقا؟ نه همین می‌خواستم بگم در ادامهش اینو بگم که درسته در آن روی سکه که شما به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی هستیم، ولی افراد دیگه هم هستن مثل موردین. شما الان تو فرانسه یک کنفرانس برگزار می‌کنن، عده زیادی از سران کشورهای مختلف از سناتورهای آقا حمید در مورد تحریف قرآن، در مورد مذهب شیعه چه ربطی به برنامه ما داره؟ در فرانسه میخوان چیکار بکنن؟ این در فرانسه، البته فرانسه از یک جای فرانسه خیلی مهم است، چون که امام بزرگوار شما منجی ملت ایران در فرانسه زندگی میکردن، در پاریس، قبل از اینکه ایران تشریف بیارن. من اون قدرش کار ندارم. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام عباس هستم از ایران. آقا عباس بفرمایید، الان صداتون واضح است، بفرمایید. من در مورد تحریف قرآن من یه صحبت کنم. الان بفرمایید. چیز اومده بود گفته بود که آیه اومده پیغمبر گفته به آل پیغمبر و اهل بیت پیغمبر شدن. نه و نکنید یه تعریف قرآن دیگه اسلامی میارن، بعد از اونجا که یه آیه دیگه خدا میگه و میگه دوست عزیز یار وفادار حضرت ابوبکر رضی علیه هست و اینو در میارن، دوباره یه آیه دیگه میدن، نکنید هر جا که به نفع خودشون، دوباره یه آیه میدن مثلا
میگه پیامبر به همسرانت بگو ام المؤمنین عایشه رو در میارم و چیزایی که نیاز خودتون. حالا بالاخره نه تعریف از قرآن من خواستم بگم فقط داری. بعد این دوستمون داره دست پادشاه گفته من شما انتظار نداشتم مثلا بخواین حالا پادشاه مملکت رو بخواین مثلا چیز کنید نکنید. نفت اوپک من خیلی معذرت میخوام حالا در این مورد دست میکنم. نفت اوپک آره پادشاه ما داشتن میکرد. اول دست 5 خواهر بود. خب حالا این ذره اطلاعات خیلی جزئی میدم. بعد اومدن تحریم کردن و بعد ایران نفت قیمت میداشت. ناکن حکومت پادشاهی ما جوری بود که اهل تسنن خیلی راحت میتونه زندگی کنه. تشیع و وهابی حالا بهایی هر چیز دیگه ناکن مشکلی نداشت. مشکل ما این بود، مشکل ما عادی، ما اگه آزادی بیان داشته باشیم ما میتونیم دین رو خیلی راحت‌تر تبلیغ کنیم. آره ما به جز خدا هیچ کس نمیتونه به ما کمک کنه. حالا اینه که آیه رضایی در میاد میگه آره مثلا پیغمبران حالا انبیا از امامان پایین ترن. من خیلی راحت میگم آره 100% نظر اینا همینه که امامان از پیامبران بالاترن. دلیلشون هم من خیلی راحت بگم این که دلیلشون اینه که میگن حضرت علی قبلی که اصلا دنیا خلق بشه یا مثلا آقای یوسفی حالا دیگه 12 امامی معروفه دیگه نعوذ بالله میگه خدا بیاد رو زمین یه زن باشه با حضرت علی عروسی میکنه اگه مرد باشه حضرت فاطمه رو میگیره. نکن فنا ما اینو میبریم بالا. بازم تعریف قرآن من اینو بگم خیلی راحت در اگه نکن تعریف قرآن نباشه نمیگه ای محمد آل تو حالا سلام میفرسته خدا میفرسته تو قرآن. ابوالفضل از کجا میاد؟ حالا آل محمد ما گیریم آره 12 تا که اینا میگن. ابوالفضل از کجا آمده؟ نمیدونم پسر خواهر شم این از کجا آمده؟ حالا یه چیزایی رو من در مورد تعریف قرآن خواستم بگم و خیلی معذرت میخوام. من کسی هستم پادشاه دوستم و پادشاهمو دوست دارم و پادشاهانی داشتیم ما ضرر خوردن به کشور ما ولی پادشاهانی داشتیم که ایران حالا ما مسلمونیم و خدا رو فقط میپرستیم. یه ذره درست اهل از صفویان دوره شاه عباس ما اومدن اهل تشیع رو تدریس کردن با ما. دلیل چنین بود اصلا خود شاه عباس یه شیعه بوده یه صوفی بوده و بابت همینم مثل اگه بخواین برگردید مثل امامان چیز مثل همین کلیسا هست پدران کلیسایی زمانی اومدن علاه‌الدین حکومت رو گرفتن و شاه عباس هم همین کار کرده. اما پادشاه فقید پیجور نبوده. یه واقعیت من طرف اینو میگیرم و دین آزاد گذاشته. اگه بود من خیلی راحت‌تر میتونستم در مورد دین خودم در مورد خدا حرف بزنم و با مثلا یه آخوند یا یه روحانی بشینم راحت باش بحث کنم. آره بابا اشتباه میکنید حالا یا من اونو قانع میکردم یا او قانع نمیشد و میتونستم ثابت کنم که آره بابا ما فقط یه خدا داریم یه پیغمبر داریم یه قرآن داریم. ما رو قرآن ما هنوز نیامده امامی که باید بیاد هنوز نیامده خیلی از چیزای دیگه. من خواستم همینو سریع بگم خواستم سوالات دیگه رو نمیخوام وقتو بگیرم و بازم معذرت میخوام حالا اگه گفتم چون من گفتم به شما اعتقاد دارم و ای بابت مطمئنم که شما کسانی بودین که به من و امثال من شناختوندین و من ای بابت خیلی افتخار میکنم وقتی برنامه تون میبینم چون من این مدت ندیدم. ای بابت واقعا لذت میبرم به برنامه شما بوده که من و امثال من تونستیم بفهمیم که بابا یه عمر ما اومدیم به درای بسته التماس میکردیم و از درای بسته کمک میخواستیم نه دیگه. حرفی ندارم. موفق باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر است. در مورد مقایسه زمان شاه با اینا من همون صحبتی که قبلا داشتم دوباره تکرار میکنم. اگر قضیه مقایسه باشه شاه 1000 مرتبه بر اینها شرف داشت. نه تنها برتر بود بلکه شرف داشت. اما وقتی که شما میید در مورد یک نظامی صحبت میکنید باید انسان همه جوانب رو در نظر بگیره خاصتا جانب عقیده. یک کشوری یک پادشاهی اومد یک رئیس جمهوری اومد یک کشوری رو آباد کرد آرام کرد ببینید خیابون ساخت خونه ساخت بیمارستان فرودگاه همه
بهترین تکنولوژی دنیا رو هم آورد برای شما، اما اومد عقیده رو خراب کرد، اومد فکر و اندیشه مردم رو خراب کرد. آیا نظام خوبیه؟ طبعا خوبی انسان عاقلی نمیگه خوبه. آخرت شما رو خراب کرد. یک نظام دیگری مثل این آخوندا نه به درد دنیای مردم خوردن، نه به درد آخرت مردم خوردن. من چرا میگم دین تشیع دینی است که هم دنیای مردم رو خراب میکنه، هم آخرت مردم رو خراب میکنه. دین چطور دین رو خراب میکنه؟ آخرت رو چطور خراب میکنه؟ قرآن اصلی نیست. دین سراسر خرافه است. شرک، کفر، خرافه پرستی، بدبختی، بیچارگی، شخصیت پرستی. دنیای مردم که خودتون دارین میبینین. بعد از 40 سال در ایران چه گندی به بار آوردن. و اونایی که قبل از این نظام بودن که مردم بر علیه اونا قیام کردن، خانواده شاهی، شاید افکاری داشتن، شاید برنامه‌هایی داشتن که میخواستن در ایران پیاده بکنن. ما با ایناش کاری نداریم. اگر فکرهای خوب داشتن خدا خیرشون بده. اما در همین ایران در زمان شاه از بین 35 میلیون جمعیت ایران ما 150-160 هزار دانشجو داشتیم. جالبه بدونید که در زمان همین شاه، در زمان همین حکومت که اینها کم حکومت نکردن، خودش و پدرش و خلاصه، بیش از 70% مردم ایران بی سواد بودن. در زمان همین شاه بیش از 60,000 مشاور آمریکایی با حقوقهای آنچنانی که هر کدومشون شاید 100 برابر یک کارمند عالی رتبه ایرانی حقوق می گرفت و در حکومت کار می کردن و بدون اجازه اونها کسی نمیتونست کاری رو انجام بده. اعتماد کل حکومت بود با آمریکا و همین آمریکا به خاطر همین اعتمادشون بود که همین آمریکا اینا رو سرنگون کرد و همین آمریکا این آخوندا رو آورد و همین آمریکا امروز به دروغ ترامپ و این سیاست، اینا همه دروغه. نه ترامپ به ایران حمله میکنه، نه ایرانو میزنه. اینا دستشون توی کاسه است. اینا با هم دوستن، اینا با هم ای پیمانن. یا ایها الناس کی میخواید درک بکنید اینو؟ خیلی یک مثال ساده بهتون میزنم. حالا شاید بگن که این حرفا نمیدونم وهابیاست و فلان هستین. خیلی یک مثال ساده، فقط عقلتون رو به کار بندازید. به قول افغان‌ها کلات رو بذارید جلوتون، باش مشوره بکنید. تصور کنید در منطقه رژیم آخوندی سقوط بکنه. همین رژیم. آرا مجاهدین خلق میان، سلطنت طلبا میان، هر کی میخواد بیاد. همین آخوندا سقوط بکنن. همین آخوندا. ایران از دست اینها آزاد بشه. آیا دیگه کشوری در خاورمیانه و در عموم آسیا به علاوه همسایه‌های ایران دیگه نیاز به جنگ داخلی دارن؟ نیاز به کشمکش‌های مذهبی دارن؟ دیگه کسی میخواد که از کارخونه‌های آمریکایی سلاح بخره؟ کسی میاد موشک‌ها و هواپیمای جنگی آمریکا رو بخره؟ یا از چین رو بخره؟ یا از روسیه رو بخره؟ همه کارخونه‌های اسلحه سازی غرب به علاوه چین و کره و روسیه همه تعطیل میشه. آیا اونها میخوان که این حکومت سقوط بکنه؟ ابداً نمیخوان سقوط بکنه. خاطرتون جمع باشه. این فقط چیه؟ یک بازیه، یک فریبه. میان اول با ایران یک اتفاقنامه‌ای امضا میکنن، یک کمی به ایران پروبال میدن، یک باسر اقتصادی کمش میکنن تا از طرف‌هایی که با ایران درگیرن از اونها پول بگیرن، به اونها سلاح بفروشن. خلاصه ایران بعد یک مدتی میان با اونها رابط رو خوب میکنن، با ایران بد میشن. پس همین بازی شطرنج مردم رو دارن فریب میدن تا که سلاحشون رو بفروشن و این غده سرطانی رژیم آخوندی رو الله سبحانه و تعالی نابودشون بکنه. آمریکا نمیخواد اینا نابود بشن، سرنگون بشن. غرب نمیخواد، اسرائیل نمیخواد. درسته این صحبتایی که ترامپ میکنه و قبل از اون کلینتون و بوش میکرد و بعدن اوباما اومد یک کمی روابطشون خوب شد. همینطوری که در ایران مردم رو فریب میدن.
یک مدت احمدی نژاد میاد، یک مدت روحانی میاد، یک اصولگرا میاد، یک نمیدونم فلان میاد. اینا همه چی هن؟ اینا فقط برای طول عمر نظامند. وگرنه شما فکر میکنید روحانی و احمدی نژاد و خاتمی و موسوی و خمینی و اینا مگه با هم فرق دارن؟ اینا یک گلن، یک گله گرگ ها، سگای درنده ای که فقط دارن تاراج میکنن این مملکت رو. فرق نمیکنه روحانی بیاد یا احمدی نژاد بیاد، نظام فرقی میکنه، تأثیری داره؟ نه، همه یکی هن. فقط چی است؟ اومدن اصلاح طلبا، مثلا اصلاح طلبا، اینا فقط طول عمر نظام رو بیشتر میکنه، فقط همین. چون اگر احمدی نژاد یک دو دوره دیگه میومد، باند احمدی نژاد سر قدرت، اینا میرفتن به طرف نابودی، از درون نابود میشدن. اما به جای اینکه به خاطر اینکه مردم رو فریب بدن که یک اصلاح طلبی به ظاهر اصلاح طلب میاد فقط به خاطر اینکه عمر نظام رو طولانی تر بکنه، فقط لا غیر. دقیقاً همین کار در سیاست آمریکاست. بوش میاد تهدید به حمله میکنه، اوباما میاد موافقتنامه امضا میکنه، ترامپ میاد تهدید میکنه، بعد از ترامپ کسی دیگه میاد، بعد رابطش با ایران خوب میشه. همین. و احمق از اون کسی که فکر بکنه که این نظام رو اسرائیل و آمریکا میاد ساقط میکنه. هرگز این کارو نمیکنن. بهترین خدمت برای دشمنان اسلام وجود رژیم آخوندیزم ایران، همین رژیم خمینی و خامنه‌ای در این کشور است. اینا نباشن دنیا گل و گلستان میشه. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من عطابکی هستم، از ایران تماس میگیرم. عجب. صداتون رو چرا عوض کردید آقای عطابکی؟ صدا من تغییر ندادم. خب بفرمایید. من ایمیلی هم به شما الان دادم، دیدم که شما در برنامه خودتون درباره آیین بهائیت صحبت کردید و توهین و تهمت‌هایی که ردیه نویس‌ها در این باره دارند رو تکرار کردید. من می‌خواستم از شما بپرسم که آیا شما که درباره آیین بهائیت صحبت می‌کنید اصلاً تعریف دین در آیین بهائیت رو اطلاع دارید؟ نه. خب من یک نمونه از همین یک لحظه همین حضرت بهاءالله، جایگاه ایشون در مذهب بهایی چی است؟ ایشون کی است؟ اجازه بدید. نه، جواب سوال من رو بدید. نه، جواب سوال من رو بدید. ایشون کی است؟ پیغمبره؟ منجی؟ خداست؟ رهبر؟ مؤسس؟ چی کار است؟ اجازه بدید اول اون مطلبی که شما گفتید اطلاع ندادید رو من بیان کنم، بعد به این سوال هم پاسخ میدم. و دلیلی که من گرفتم به خاطر صحبت‌های قبل شما بود. ببینید، یک نمونه از سخنان حضرت عبدالبها در تعریف دین رو خدمت شما ارائه میدم. ایشون میفرمایند که دین باید مطابق با عقل باشد، مطابق با علم باشد، زیرا اگر مطابق با عقل و نباشد اوهام است. خدا قوه عاقله داده تا به حقیقت اشیا پی بریم و حقیقت هر شیئی را ادراک کنیم. اگر دین مخالف علم و عقل باشد شبهه‌ای نیست که اوهام است و اگر دین مانع الفت باشد بیدینی بهتر است، زیرا دین به جهت محبت و الفت است. یک لحظه همین صحبتایی که تا الان شما کردید، من فقط در مورد همین نقطه میخوام باهاتون صحبت بکنم. دین باید مطابق با عقل باشد. ما مسلمان ها میگیم دین، مصدر دین وحی الهی است، چون علم در نزد الله سبحانه و تعالی است. بر اساس همین صحبت شما مذهب بهاییت را نقض کردید، مذهب بهاییت را باطل کردید. چرا؟ مثلا در قرن 18 در علم میگفتن که انسان از نطفه به وجود نمیاد،
بلکه انسان از همون لحظه‌ای که وارد رحم زن میشه دو نظریه وجود داشت، یا اینکه در رحم زن به وجود میاد، یا اینکه از منی مرد به شکل یک آدمی که کامل است منتها خیلی کوچیک در اونجا به وجود می اومد و همونجا بزرگ میشد. اگر شما در قرن 18 میلادی، اوایل قرن 19 اگر که دینتون رو بر اساس علم و عقل بشر اون دوران قرار میدادید، همچین یک خرافه ای رو شما به عنوان دین میپرستیدید، قبول میکردید. اما در دین ما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم 1400 سال پیش وحی الهی میگه که انسان از نطفه به وجود میاد. این نطفه یک مراحلی رو طی میکنه که اول مضغه است، بعد علقه است، بعد از اون تبدیل به انسان میشه. علم جدید امروز آمد نظریه قرآن را ثابت کرد. پروفسور کیتلمور، یکی از پدر علم جنین شناسی در آمریکا، میگه که بهترین تعریف از جنین رو قرآن کریم کرده که تا اواخر قرن 19 بشریت، علم بشریت، عقل بشریت به این دست نیافته بود. این آقای بهای شما وقتی که میاد که دین مطابق باید با علم و عقل باشه، عقل قابل تغییر است، علم قابل تغییر است. تا 100 سال پیش علم به این اندازه پیشرفت نکرده بود که از اسرار کواکب اطلاع پیدا بکنه. اسلام 1400 سال پیش میاد اسرار کواکب، به وجود آمدن زمین و همه تغییراتی که در کهکشان‌ها به وجود آمده در طی میلیون‌ها سال رو در آیات بیان میکنه. پس مصدر دین باید وحی الهی باشه، ذاتی که از همه علمها و عقلها برتر است، بلکه مصدر علم و عقل است برای بشریت. ببینید شما اشکالی که وارد کردید اصلا درست نیست، چرا که دیانت خانم محترم دین شما یک لحظه جواب من اینجا بدید. 100 سال پیش دین بهاییت که میگه که عقل و علم مصدر هست، این دین یک دین باطل بوده، چون که علم و عقلی که در آن زمان بشر داشته در محدوده همون علم و تکنولوژی بوده که در اون زمان و هیچ پیشرفتی نکرده بوده. اما بعد از 100 سال علم پیشرفت کرد، عقل پیشرفت کرد. ببینید موضع دین بهاییت 100 سال پیش در مقابل عقل و دین چی بوده؟ در قضیه جنین من خدمت شما بیان کردم. این رو برای من بگید که در اون زمان عقل باطل بوده یا نبوده، علم باطل بوده یا نبوده. من خواهش میکنم لطفاً سوالی که میفرمایید اجازه بدید من پاسخش رو بفرمایید. خیلی کوتاه مختصر. خیلی کوتاه مختصر. همین سوالی که پرسیدم. کوتاه میگم. ببینید بهاییت در قرن 18 هم نیامده که تعریف شما پس کی اومده؟ من اینو خانم محترم اینو به عنوان مثال گفتم. همین اعتقاد، همین دین اگر در قرن 18 می بود، موقفش در مقابل علم چی می بود؟ اینو برای من بیان بفرمایید. دیانت بهایی هیچ وقت در قرن 18 هم نیامد. اما تشکر میکنم. دیانتی که در قرن 18، سوال من قرن 18 و قرن 19 نیست خانم محترم، متوجه بشید. همه بهاییایی که این حرفو میزنید که مصدر دین باید علم و عقل باشه، علم قابل تغییر است. 100 سال پیش، 150 سال پیش مردم از نگاه علم و تکنولوژی این همه پیشرفت نکرده بودن که همه کواکب، همه منظومه شمسی، راه شیری و کهکشان‌های دورتر از ما رو کشف بکنن. علم در اون زمان محدود بود. همون امکاناتی که در اون زمان وجود داشت مردم به همون اندازه علم داشتن، به همون اندازه عقل داشتن. وقتی که علم پیشرفت کرد، تلسکوپ ها، ماهواره‌های فضایی، سفینه‌های فضایی درست شد، رفتن از به اصطلاح ماورای اتمسفر زمین اطلاع پیدا کردن از مریخ، از کره مهتاب و الی آخری. الان اگر که شما در قرن 18 19 20 قرار باشه علم شما، دین شما بر اساس مصدریت علم عمل بکنه، پس هر روز باید متغیر باشه. این که نمیشه دین مصدرش وحی الهی است که تا قیام قیامت قابل تغییر و تبدیل نیست، بلکه برای هر عصر و برای هر زمانی
این دین قابل تطبیق و قابل اجراست. الله سبحانه و تعالی این مطلب رو در یکی از آیات قرآن، چون من مثالی از علم جنین آوردم، اینو خدمتتون نشون بدم که الله سبحانه و تعالی در سوره فصلت آیه 53، احمد جان اگر که این آیه رو نشون بده، الله سبحانه و تعالی در اینجا در مورد اگر لطف کنید این صفحه رو نشون بدید، سنوریهم یعنی چی؟ در آینده نشان خواهیم داد آیاتنا، نشانه های قدرت خود را، فی الآفاق، در آفاق، و فی انفسهم، و در نفس های خودشان، حتی یتبین لهم، تا که آشکار شود برای اونها، انه الحق، که دین الله حق هست. ببینید الله سبحانه و تعالی این آیه رو برای ما به عنوان یکی از معجزات جاویدانی قرآن کریم قرار داده که ما بفهمیم که علم الله سبحانه و تعالی علم ازلی است و به همه علومی که در طول قبل از بشر، بعد از بشر تا قیامت وجود داره، الله سبحانه و تعالی سیطره داره و این ذات اقدس این کتاب رو برای ما فرستاده. یک نمونه دیگری رو من خدمت شما بیان میکنم به عنوان یکی از معجزات قرآن کریم. الله سبحانه و تعالی در سوره انبیا آیه 30 در اینجا میفرماید که اولم یر الذین کفروا، آیا کسانی که کافر شدن ندیدند ان السماوات والارض کانتا رتقا، که آسمان ها و زمین ها به هم دیگه چسبیده بودند، ففتقناهما، اینها را از یکدیگر باز کردیم، و جعلنا من الماء كل شیء حی، و از آب همه چیز را زنده گردانیدیم. افلا یؤمنون، هنوزم ایمان نمی آورند؟ خب این آیه 1400 سال پیش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. در اون زمان عرب بیابانگرد، کسایی که ایمان آوردن، در مورد این آیه فقط همین اندازه گفتن آمنا سلمنا، ایمان آوردیم. اما در اون آیه سوره فصلت سنوریهم آیاتنا، نشان خواهیم داد بون. این یکی از آیاتی است که الله سبحانه و تعالی حقیقت این رو امروز علم و تکنولوژی در این زمان برای ما آشکار کرد. ناسا و همه سازمان‌های فضایی که در کشورهای غربی، نه در کشورهای اسلامی فعالیت میکنن، امروز این رو جزئی از حقایق علمی ثابت کردن که زمین، خورشید، مهتاب، منظومه شمسی، کواکب، ستارهایی که همه اینایی که در راه شیری وجود دارن، کهکشانی که ما در اون زندگی میکنیم، همه اینها به هم دیگه چسبیده بودن. بعد از انفجار بزرگی که رخ داد، همه اینها از هم دیگه دور شدن، پراکنده شدن و سبب وجود زندگی در زمین آب است. هر جایی که آب وجود داشته باشه و عناصر آب وجود داشته باشه، در اونجا امکان زندگی وجود داره. این را الله سبحانه و تعالی 1400 سال پیش بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین جزیره العربی که مردمی که نه می‌خواندن و نه می‌نوشتن نازل کرد. علم امروز این رو، ناسا امروز این رو ثابت کرده، علمای فلک امروز این رو ثابت کردن. این علمی است که از جانب الله سبحانه و تعالی اومده. مصدر دین باید وحی الهی باشه، نه عقل ناقص بشری، نه علم بشری که هر روز قابل تغییر است. خانم محترم، مشکل دین شما اینه. بیننده بعدی، سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی بکنید، از کجا تماس میگیرید؟ محمدی هستم از تهران، مزاحمتون شدم. جناب انصاری. آقای محمدی بفرمایید. خوبی الحمدلله. سلامت باشید. تشکر از شما. خیلی ممنون. در مورد موضوع هفته قبلتون می‌خواستم باهاتون صحبت کنم، در مورد موضوع تحریف قرآن. بفرمایید. بفرمایید.
خدمت شما عرض هستم که جناب آقای انصاری تکرار برنامه دیروزتون رو فکر کنم دیروز یا پریروزتون رو نام کردم در مورد اون داستان اون نابینایی بود که پیش حضرت رسول رفت. حضرت رسول در هر حال ایشون رو شفا دادن. شما گفتید بعضی از روات ما این قضیه رو قبول دارن و بعضی هم قبول ندارن. کدوم روایت؟ کدوم روایت؟ کدوم روایت؟ کدوم روایت؟ روایت یا اون قضیه تاریخی که یک شخص نابینایی پیش حضرت رسول رفته بود و حضرت رسول ایشون رو شفا داده بودن. من همچین موضوعی رو در هفته گذشته صحبت نکردم. نه هفته گذشته نبود، تکرار چند ماه پیشتون بود، دیروز پخش کردید. احمد جان دیروز بعد از ظهر از شبکه شما پخش. امکان نداره. تکرار برنامه چند ماه پیش. موضوع برنامه چی بوده؟ موضوع برنامه آقای محمدی ببینید حالا یک شاید من یعنی 2-3 ماه قبل رو برنامه‌ش رو تکرارش رو دیروز ما پخش نکردیم. همچین برنامه ما در پلیلیست شبکه نداریم. تکرار فقط تکرار برنامه‌ای است یا دیروز بود یا پیروز. آقای محترم ما مثلا برنامه‌ای که اگر روز شنبه باشه روز دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 2 مرتبه تکرار میشه طول هفته. یعنی امکان نداره که ما تکرار برنامه 3 ماه پیش رو دیروز پخش کرده باشیم. این اولا. ثانیاً امکان داره روایتی وجود داشته باشه طوری که شما میفرمایید یا ما تصحیح کردیم یا تضعیف کردیم. این چه ربطی به قضیه تحریف قرآن در نزد شیعه داره؟ شما قرار در مورد این موضوع صحبت کنید. خب اجازه شما بدید. شما گفتید که بر فرض مثال اگر یکی از روات ما این رو قبول کرده باشه بعضیا اینو رد کردن از لحاظ شفا دادن حضرت رسول ما اینو رد میکنیم. خب ما همچین حرفی نزدم. همچین حرفی نزدم. بعضی از روات ما نه بعضی از روات ما این رو رد کرده باشن، بعضی قبول کرده باشن، همچین حرفی نزدیم. راوی چه ربطی داره به قبول کردن یا قبول نکردن یک مسئله؟ نه بعضی از کتب‌ها گفتید اینو آوردن، بعضی هم دقیقاً شما این صحبت کردید گفتید این روایت رو رد کردن. اینطوری تصحیح بفرمایید. بعضی از کتاب‌ها این رو آوردن و رد کردن، درسته؟ خب چه اشکالی داره این؟ خب میگم بعضی‌ها آوردن و بعضی دیگه هم رد کردن این قضیه رو. شما دقیقاً همینو گفتید. درسته؟ چه ربطی داره به تحریف قرآن در نزد شیعه؟ خب تحریف قرآن هم شیخ کلینی اگر این موضوع رو گفته باشه، ما بعضی از بزرگانمون بعضی از رواتمون خب این موضوع رو نفی کردن، گفتن مثلا اشتباه. مثلا خب خیلی هستن یک نمونه الانمون بعضی از مراجع الانمون. نه این نشد. میگم آقای مثل آقای وحید خراسانی هستن، آقایان. بله برادر عزیز، شما در دین تشیع هیچ یک از علمای طراز اول تشیع رو نمیشناسید که تحریف قرآن رو انکار کرده باشند و گفته باشند کسی که قائل به تحریف قرآن باشه کافر است. اما اینکه مرجعی امروز بیاد این حرف را بزند که کسی که ما تحریف قرآن رو قبول نداریم، خب این میدونید که شما در دین تشیع قضیه تقیه وجود داره، از باب تقیه این حرفو میزنن. به خاطر همین ما میگیم با آقای آیت الله سید کمال حیدری هم حرفش همین است که بابا اگر این اعتقاد شما هست که قائل به تحریف قرآن نیستید، یک بیانیه صادر بکنید بگید که هر کس قائل به تحریف قرآن باشه کافر است. من از شما برادر عزیز و بزرگوار آقای محمدی به عنوان یک مسلمان از شما یک سوال دارم. آقای محمدی عزیز، تو رو به خدا اگر کسی قائل به تحریف قرآن باشه، تو وجدانت، تو و ایمان و تقوات، آیا بهش مسلمان میگی؟ من رو بخواید اصلا در آقای انصاری به نظر من در خود قرآنم خود خدا فرموده که من نگهدارنده قرآن هستم. 100% خب این صحبت اشتباه است. خب الان چرا علمای شیعه نمیان؟ علمای شیعه نمیان یک بیانیه صادر بکنن بگن که هر کس که قائل به تحریف قرآن هست این آقا اشتباه کرده، این قول کفری است. در شیعه خب موضوعات اختلافی بسیار هست، از جمله متعه. بعضی ها از بزرگان متعه رو قبول دارن، بعضی هم قبول ندارن. خب این هم یکی از اون موضوعات اختلافی هست. خب این جزء مکفرات نیست برادر عزیز. آقای محمدی، مثلا شما صیغه رو قبول بکنید یا نکنید جزء مکفرات نیست، یعنی شما رو کافر نمیکنه. اما اگر که نماز رو اگر بگی من نماز رو قبول ندارم کافر میشی. چرا؟ چون در قرآن کریم نماز جز ارکان دین ذکر شده، درسته؟ نماز، روزه، حج. اون از
کسی زنا بکنه، کسی دزدی بکنه، کسی شراب بخوره کافر نمیشه. متوجه هستید؟ اما کسی بیاد اساسات دین رو انکار بکنه، مثلا بگه که این قرآن تحریف شده. اعتقاد به تحریف قرآن به این معنی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن رو نازل کردیم و حفظ این قرآن به دوش ماست. پس این آیه رو منکر شده، اعتقاد بر این داره که الله نتونست کتابش رو حفظ بکنه. پس این انسان کافر میشه یا نمیشه؟ جناب آقای انصاری، شما یعنی یک سوال دارم، یعنی شما به سرد گفتین میگید تمام بزرگان و روات شیعه به قائل بودن به تحریف قرآن هستن؟ بله تماما. یعنی شما به سرد قاطع میگید همشون تماما، یعنی از ابتدا تا الان همشون قائل به تحریف قرآن هستن؟ بله، این جزء اساسیات دین است. این جزء، یعنی الان من صدای یکی از علمای شیعه رو دارم میگه که هر کس که قائل به تحریف قرآن نباشه کافر است. خب اون از لحاظ خودش گفته. ببینید اونم خب اون از اون دسته هستش که خیلی از موارد شیعه که مثلا بعضی شیعه آقای محمدی برادر عزیز، الان دین رو شما از کجا میشناسید؟ از فلان مرجع، از من، از شکم خودتون، از فلان استاد فلان، یا نه دین اساس داره؟ اساس دین قرآن است، اساس دین سنت است. ما اول از قرآن، بعد از اون از روایاتی که ضد قرآن نباشه. هر روایتی که ضد قرآن باشه از دار شیعه اصل و شیعه غیر دستیار. خب همین مثلا من از شما یک سوال دارم، شما به امامت اعتقاد دارید یا ندارید؟ بفرمایید. اون خب اگه اصل شیعه اون که یه مقوله دیگه است. نه من میخوایم با شما به یک نتیجه برسیم برادر عزیز. شما به امامت اعتقاد دارید یا ندارید؟ من قبل از که جواب شما بدم، من گوشی من شارژی هست، اگه قطع شد از طرف من نیست. بله به امامت اعتقاد دارید. وقتی به امامت اعتقاد دارید، قضیه امامت طبق روایات شیعه ثابت شده یا نشده؟ بعضی ها ثابت شده، بعضی ها خیلی به طور قلیل هرن که رد میکنن، قضیه قدیر خم رو رد میکنن. نه همه شیعه یعنی اصل دینشون امامت هست یا نیست؟ و این امامت بله هست. خب این امامت توسط چی ثابت شده؟ توسط روایات، درسته؟ خب میگم توسط روایات روایاتی که صحیح و سند باشه، درست، متواتر باشه، صحیح سند باشه. همین حرف و دقیقاً علامه مجلسی در کتابش میگه، دوستان نشون بدن، مرآت العقول شرح اخبار آل رسول جلد 12 صفحه 525 در مورد روایت تحریف قرآن که میگه قرآن 17000 آیه بوده، میگه که این روایت موثق است و در بعضی از نسخه از اشام بن سالم و غیره ذکر شده و این حدیث صحیح هست و بر کسی پوشیده نیست که این حدیث و حدیث‌های صحیح دیگر که صریح هستند در نقص قرآن و این احادیث در این باب در نزد من متواتر است و اخباری که در این باب آمده است کمتر از اخبار امامت نیست. همان گونه که امامت را شما ثابت می کنید از روایات، تعریف قرآن هم از روایات ثابت می شود. خب ببینم مگه اگر ایشون علامه مجلسی هر صحبتی رو که انجام بدن باید شیعه قبول بکنه. خب اصل ببین آقای محترم، من آقای محمدی الان شما قرآن هم آقای محمدی برادر عزیز، شما الان با ائمه که مستقیما ارتباط نداشتید. ایمان شما به امامت ائمه از طریق همین کتب است. همین کتب هم امامت رو برای شما روایت کردن، هم تحریف قرآن رو. همان راویانی که امامت رو برای شما آوردن، همون راویان تحریف قرآن رو هم برای شما روایت کردن. اگر شما از یک راوی روایت تحریف قرآنش رو رد میکنی، روایت امامتش رو قبول میکنی، این تناقض است. یعنی حداقلش این است که برای انسان شک ایجاد میشه که چطور این راوی دو مطلب متناقض رو برای من روایت کرده. شما اینجا آقای انصاری، جواب شما اینجاست که طبق شیعه اصل، البته نه شیعه ندارن، شیعه اصل ما روایت رو اگر با قرآن مغایرتی نداشته باشه، بعد از اون با عقل اگر مغایرتی نداشته باشه، اون ما میپذیریم.
ولی اگر با قرآن یا با عقل مقایسه بشه همون جریان علت و سلام. از نظر عقیده همین حرف شما، من پیشانی شما رو میبوسم، دست شما رو میفشارم، میگم که بارک الله فیک، الله متعال در مال و عمر و خانواده شما برکت عطا بکنه. ما هم داریم همین حرفو میزنیم، میگیم بابا جان هر روایتی که دلیلی از قرآن براش نیست بندازید دور. همین کاری که اهل سنت میکنن. خب ما هم همینو داریم. من در قرآن کریم یک آیه در مورد خیلی از کی‌ها به تعریف قرآن اصلا اعتقاد ندارن. همینو آقای محمدی، برادر بزرگوار، آقای محمدی، بزرگتر از اون گفته باشه. من همینو دارم به شما میگم. مثلا در مورد خمس در قرآن یک آیه وجود داره، اونم در مورد خمس غنایم جنگی است. پس شیعیانی که به روایات استدلال میکنن و خمس به مراجع میدن، این کار اشتباهی دارن انجام میدن، چون این کارشان خمس مکاسب در قرآن نیومده و مغایر با قرآن است. امامت بلافصل ائمه در قرآن نیومده، میرن سراغ روایات. پس این روایات امامت در تضاد با قرآن هست. روایات عصمت در تضاد با قرآن هست. یعنی کل دین رو شما دارید با این حرفتون زیر سوال میبرید. نه خب این به مقوله قرآن هست. خب آقای انصاری، شما متوجه صحبت‌های من بعد از قرآن چی گفتم؟ گفتم با عقل، با تدبیر. عقل کی؟ عقل من، عقل شما، عقل مجلسی، عقل کی؟ عقل خود انسان عقل داره آقای انصاری، خود انسان عقل داره. ببین برادر عزیز، لنینم عقل داشت، مارکوس هم عقل داشت، تیودور ارزل هم عقل داشت، هیتلر هم عقل داشت، موسولینی هم عقل داشت. اینا مگه عقل نداشتن؟ خب عقل داشتن، اما عقل انسان هیچ وقت نمیتونه. بذارید من این سوال شما بپرسم، یعنی شما فکر میکنید هر عقایدی که شیخ کلینی علی المجلسی داشته باشه، یعنی شیعه تماما اون عقاید رو دارن؟ یعنی هر چی اونا گفته باشن خوبه، شیعه امروز بعد بگه خوبه، هر چی اونا گفتن من آقای محمدی یک سوال از شما، الان شما درسته، الان جوابتون رو میدم. شما فرمودید که هر روایتی که در تضاد با قرآن و عقل باشه ما قبول نداریم. درسته؟ بله. خب الان شما خمس مکاسب میدید یا نمیدید؟ خب ببینید این خب آخه میگم جواب من رو بدید آقای محمدی. ببینید جواب من رو بدید. خمس میدید یا نمیدید؟ من شخصا نه خمس نمیدم. اگه شخصا منو بخواد من شخصا خمس نمیدم. الان پس شیعیانی که خمس میدن همین خمس دادنشون در تضاد با قرآن است، چون در قرآن خمس مکاسب نیومده، خمس غنایم اومده. در تضاد با عقلم هست. چرا انسانی که زحمت میکشه کار میکنه باید 20% مالشو بده به یک آخوند؟ این با عقل بشر جور در نمیاد. آقا من زحمت کشیدم، تو خونه پیش زن و بچت نشستی، من باید برم 20% کسب و کارمو بدم به تو که تو بخوری کیف بکنی؟ خب این با عقل جور در نمیاد و در تضاد با قرآن هم هست. مثل همین خمس، امامت، عصمت، صیغه، همه اعتقادات اصلی دین تشیع در تضاد با قرآن و با عقل است. خب فکر کنم شارژ ایشون تموم شد، تماسشون قطع شد. تشکر میکنم از آقای محمدی، تماس ایشون آخرین تماس برنامه بود. تشکر ویژه از احمد آقای گل و تک تک عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودن از اتاق کنترل شبکه. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا هفته آینده و آن روی سکه آخوندهای دین فروش و مذهب فروش شیعه که غیر از فریبکاری و پر کردن جیبشون و تحریف دین، همونطوری که قرآن رو تحریف کردن، کل دین اسلام رو برای شیعیان اینا تحریف کردن، وارونه جلوه دادن. انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. الله متعال یار و نگهدارتان باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.